نیمه شب سکوت کوچه با یک جیغ کوتاهی میشکنه. پشت در بسته یک دختری بود که داشت نفسهای آخرشو میزد. اما پشت همون در بهترین دوستش به جای اینکه بهش کمک بکنه زنگ میزنه به مشاور حقوقی. این پرونده توی توکیو توی سال 2016 اتفاق میافته. جایی که پس از تعقیب‌های بیوقفه دوست پسر سابقه، یکی از کاراکترهای اصلی این پروندهمون که یک مردی 25 ساله بود که در تاریک‌ترین گوشه مجتمع آپارتمانی همراه با چاقو منتظر دوست دختر سابقش بود. اما نکته اینجاست که این آپارتمان جایی نبودش که دوست دختر سابقش زندگی میکنه. در واقع اون آپارتمان یکی از اون واحدهایی که اون کس اونجا زندگی میکرد بهترین دوست دختر سابقش بود. اما گرچه میتونیم این رو هم بگیم که هر دوتاشون با همدیگه وارد آپارتمان میشن، یعنی دوتایی با همدیگه میخوان برن داخل خونه، اما تنها کسی که میتونه بره داخل اون خونه و زنده در بیاد کی میتونه باشه؟ این پرونده یکی از جنجالی ترین پرونده های چین و ژاپن هستش که تا الانم که الانه هنوز سر زبان ها هستش و تازه بعد از کلی سالها داریم به جوابش میرسیم. اگر تو هم میخوای بدونی که جواب این پرونده چیه، تا آخر ویدیو با هم همراه باش. میخوام این پرونده رو از جنگ شروع بکنم. جنگ در سال 1992 توی چین که همراه با مادر تنهاش به اسم جیانگ چیولیان توی منطقه‌ای توی ساحل شمال شرقی چین به اسم چینگداو بزرگ شده. جنگ پدر هم داشته، ولی مثل این که پدر مادرش وقتی که جنگ کوچیک بوده از هم دیگه جدا شده بودن و این اتفاق هم باعث شد که پدرش عملاً از اون موقع تا موقعی که بزرگ میشه ارتباطش رو با جنگ و کل خانواده حتی مادرش هم قطع بکنه. یعنی کلا ما اینجا دیگه با پدرش خداحافظی میکنیم. اصلا وارد نشده بود که اصلا خداحافظی کنیم. ولی این موضوع واقعا اهمیتی نداره، چون پیوندی که بین هم دیگه داره اونقدر قویه که هر کسی میبینه میگن مثلا این دوتا خواهرن، اینا چقدر با هم دیگه صمیمیان، هر جا میرن با هم دیگه‌ان، چقدر همدیگه رو درک میکنن. واقعا از این مادر دختره بودن که هر کی از بیرون میدیدش اینطوری حسودیشونو میکردن که چطوری انقدر با این شرایط سخت زندگی که دارن باز هم پشت همدیگه رو خالی نمیکنه و انقدر همدیگه رو دوست دارن. و آرزوی جنگ هم این بودش که مامان تو تا 80 سالگی زندگی بکن، منم تا 70 سالگی زندگی بکنم تا مدت خیلی کمی بتونیم از همدیگه دور باشیم و این آرزوی خیلی کیوتی بودش. جنگ واقعا خیلی دختر مهربون و دلسوزی بود. هر چقدر پرونده بگیم جلوتر و جلوتر از دلسوز بودن و مهربون بودن و وفادار بودن جنگ بیشتر پی میبریم. حتی آرزو داشت که مثلا وقتی بزرگتر شدهش بتونه آرزوها و اون چیزایی که مامانش میخواد رو برآورده بکنه، یعنی یه جورایی ساپورت مالی بتونه بکنه، هم خودش رو هم مامانش رو. و به مرور زمان که میگذره جنگ کم کم علاقه پیدا میکنه به انیمه. انیمه هم همونطور که میدونین ژاپنیه و جنگ چینیه. مدرسه جنگ اصلا توی درسش خوب نبود، توی هیچ کدوم از درسش خوب نبود به جز زبان ژاپنی و اینطوری بودش که من توی این استعداد دارم، من توی این علاقه دارم و میخوام همین رو ادامه بدم. و وقتی مامانش مطلع میشه از این جریان که جنگ خیلی علاقه داره به زبان ژاپنی و همش میتونه سرچشمه ای از انیمه ها باشه، تصمیم میگیره که جنگ رو بفرسته ژاپن تا اونجا ادامه تحصیل داشته باشه، تا اونجا زبان ژاپنی رو ادامه بده. تنها کس مامان جنگ خود جنگ بودش و همسایه ها اینطوری بودن که شما خیلی فراتر از تصوراتتون و دسترسی هایی که دارین رویا بافی میکنین و میخواین به هدفاتون برسین. You know what I'm saying؟ چون میخواد بری کشور دیگه، شما یه ذره وضع مالیتون خوب نیست و میخواین ادامه تحصیل بده دخترت، هم دستنها، یک زن تنها. این یعنی چی؟ ببینید همچین غیبت ها و دیدگاه ها حتی توی چین هم هست. نمیتونم بگم تو آمریکا، ولی اینطوری که معلومه توی آسیا کلن یه اوریج، انگار یک کار عادیه که مردم قضاوتت بکنن و انرژی منفی بدن و مثلا بگن که نه تو نمیتونی، چته، تو کی هستی هستن
و میان سبزی با هم دیگه پاک میکنن و راجع به مثلا همسایه بغلشون صحبت میکنن که میدونی چی شد، فلانی میخواد بچه‌شو بفرسته ژاپن، بعد اصلا اجاره خونه‌شو نمیتونه بده. چطوری میتونه؟ هرچند که اینجا بحث اجاره خونه نیستش، البته نمیدونم اینجا اجاره هستن یا نه، اما همینطوری که معلوم میشه مامان جنگ برای اینکه صدشو بذاره، چون گفتم تو اولویت قرار داره جنگ براش، خونه‌شون رو میفروشه تا اینکه بتونه توی یک دوره‌ای توی مدرسه زبان ژاپنی رو بگذرونه و همین کار رو هم میکنه. جنگ واقعا مهاجرت میکنه و میره توکیو توی پرواز 3 ساعته و این جدایی میتونم بگم که اولین جدایی انگار مادر دختری بوده، چون اینا واقعا چفت هم بودن، هر جا میرفتن با همدیگه بودن و واقعا براشون سخت بود که از همدیگه برای یک مدتی از همدیگه جدا میشن. توی سال 2015 که هستش جنگ وارد توکیو ژاپن میشه و اونجا هم همونطوری که تصمیم گرفته بودن توی یکی از دوره‌های 2 ساله که آموزش زبان و مکالمه ژاپنی هستش ثبت نام میکنه و این مکالمه و دوره 2 ساله هستش. حالا بهتون میگم که چرا تاکید میکنم، به خاطر اینکه جنگ این دوره رو 1 ساله تمام میکنه. She is so smart. واقعا خیلی دختر باهوشیه و خیلی علاقه داشت به ژاپنی و همین اتفاق باعث شدش که این دوره 2 ساله رو توی 1 سال تموم بکنه. جنگ توی همین دوره‌ای که بوده میمونه توی خوابگاه و توی خوابگاه با دوست آیندهش که قرار خیلی راجبش صحبت بکنیم با لوسین آشنا میشه. Oh my god، لوسین واقعا وقتی که با همدیگه با جنگ صحبت میکنه و با همدیگه معاشرت میکنن، با همدیگه تاک میکنن، حرف میزنن، میبینن که oh my god ما چقدر علاقه های مشترک داریم، خیلی چیزایی که دوست داریم عین همدیگه است و این باعث شده بودش که صمیمیتشون بیشتر بشه و جنگ و لو تبدیل بشن به صمیمی‌ترین دوستاشون. حالا یه چیزم بگم که چرا حالا مثلا خیلی هم صمیمی‌ترم شدن، اونم این بودش که متوجه شدش که لو ژاپنی نیست، چینیه و جدا از چینی بودنش دقیقاً از همون منطقه اومده که جنگ اونجا به دنیا اومده. کجا بود؟ آفرین، چینگداو. در واقع میتونم بگم که لو 1 سال زودتر اومده بود به اون مدرسه تا جنگ و انگار که 1 سال از دورش رو تموم کرده بود و داشتش وارد اون دوره جدید تحصیلیش میشد، یعنی انگار تو این 2 سال اول رو تمام کرده و رسیده بود به سال دوم، ولی جنگ هنوز توی سال اول بود. اما چون که بهتون گفتم توی 1 سال تموم میکنه جنگ این دوره رو، یعنی هر دوتاشون با همدیگه انگار تموم میکنن این دوره رو و با همدیگه همزمان میرن دانشگاه تا سال 2016 که 1 سال بعد از این ماجرا میشه. هر دوتاشون وقتی میرن دانشگاهشون از همدیگه جداست، یعنی جنگ میره یه دانشگاه دیگه و لو هم یه دانشگاه دیگه ای میره، ولی همیشه با همدیگه وقت میگذروندن، همیشه با همدیگه بودن. هر چقدر که زمان میگذشتش جنگ توی توکیو واقعا شکوفا میشدش و هر روز با مامانش تلفنی صحبت میکرد. مگه میشه با مامانش که انقدر صمیمی صحبت نکنه؟ نو. همش زنگ میزد، میگفت من خیلی خوشحالم، حالم خیلی خوبه، اینجا دوست پیدا کردم، با دوستم اینجا میگردیم، احساس تنهایی نمیکنم، استرس نداشته باش، من اینجا تنها نیستم، به فکرتم، همیشه دارم به خاطر زندگی خودمون دارم تلاش میکنم، از اینجور حرفا. همین اتفاق هم برای لو میافته. واقعا اونم داشتش خیلی خوب زندگیش رو میگذروندش، داشت درسش رو میخوندش توی کشور غریب، درس مورد علاقهش پیش دوست صمیمیش، ولی این وسط یک کسی از که داخل کلاسشون ظهور میکنه، یک پسری که توی کلاسشون بود به اسم شن شی فنگ. ما میگیم شن شی فنگ ولی اونا میگن شن شی فنگ. حتی چن هم تبعه چین بود و از شهر ویلین میومد و 1 سال از هر 2 دختر این پرونده‌مون بزرگتر بودش و به نظر میومدش که برونگرا، فرد اجتماعی، قشنگ میتونه حرف بزنه، مخ دختر رو بزنه، همچین آدمی بود و این باعث شدش که لو بهش علاقه‌مند بشه، اینطور بشه که
قشنگ حرف میزنی، خوشم اومد. و اینا وارد رابطه میشن. لو و چن با هم دیگه وارد رابطه میشن و انقدر اینا علاقه‌مندیشون نسبت به هم دیگه زیادتر و زیادتر و همه چیز داشت خیلی زود پیش میرفت. اینا حتی کارشون هم به کارهای خیلی معذرت میخوام ببین نوشته بودن میک لاف. خب میک لاف به فارسی تحت لفظی بیاری میشه معاشقه کردن. و خب معاشقه کردن خیلی با ادب، ذره قشنگتر و صمیمانه‌تر بهتون بگم. داشتن کار خاک بر سری میکردن، هنوز هیچی نشده. و بعد از 3 ماه لو تصمیم میگیره که به چن بگه که بیا با هم دیگه زندگی بکنیم. بزن یه اطلاعات جدیدی بهتون بدم. توی ایران رسمش نیست. احتمالا توی ایران همچین اتفاقاتی هم الان میفته، ولی میدونیم که رسمش نیست. و توی خارج اینطوریان که بعد از اینکه وارد رابطه میشن صمیمیتشون بیشتر میشه، همون کارهای خاک بر سری اونجور چیزا، و به اون مرحله ها که میرسن به این فکر میکنن که قبل از اینکه ازدواج کنیم و اینکه مثلا زیر یه سقف بریم و ببینیم بعد از ازدواج چه اتفاقی میفته، بچه دار بشیم، از اینجور حرفا، بیا با هم دیگه زندگی بکنیم. بیا حداقل تا این مدتی تو بیا خونه من، یا دختر میره خونه یه پسر زندگی میکنه، یا پسر میره توی خونه دختر زندگی میکنه، تا اینکه بشناسن هم دیگه، بیشتر بشناسن، ببینن زیر یه سقف اخلاقاشون میگیره با هم دیگه یا فقط بیرون از هم دیگه انقدر با هم دیگه اوکی ان. و همین باعث شده بودش که بعداً لو بفهمه که من چه اشتباهی کردم که همچین شخصی رو آوردم وارد خونم کردن، کسی که واقعا باعث شدش که اینطوری بشم که خدای من رو بکش، من چه غلطی کردم. تنها بعد از 1 هفته زندگی مشترک دعواهای پی در پی و پشت سر هم این دوتا شروع شده بود و چن از یک کسی که یک فرد اجتماعی و لاسو و خیلی مهربون بود تبدیل شده بود به یک فرد کنترلگر. سر همه چیز گیر میداد، سر همه چیز. هر چقدر زمان الان به قرار بریم جلوتر متوجه میشین که هی داشت حساسیتش، کنترلگریش داشت بیشتر و بیشتر میشد و این باعث شده بودش که واقعا از دستش خسته بشه. تصمیم میگیره دیگه کم کم دیگه لو از چن جدا بشه. تا آخرین هفته آگوست سال 2016 اوضاع این رابطه به یک مرحله جدیدی میرسه. حتی توی یک دعواشون چن مچ دست لو رو خیلی محکم فشار میده، جوری فشار میده که میگه که داشتم درد رو تا مغز استخونم حس میکردم و از نگاه های چن جنون، خشم، اون انرژی شیطانی، اون حسی که جنون وقتی از یک طرف دریافت میکنه اینطوریه که اوکی من الان قراره کشته بشم، من الان قراره بمیرم و همچین حسی رو لو داشت دریافت میکرد از سمت چن و این باعث شده بودش که دیگه کم کم کلن پرونده چن رو ببنده و کلن دیگه چن رو بذاره کنار. همونطور که گفتم چن یک آدم کنترلگریه و وقتی که بهش میگی که میخوام فلان کار رو بکنم و دیگه در اختیارش نیست، یعنی نمیتونه اون موضوع رو کنترل بکنه، به هم میریزه، چون میبینه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، هیچ چیزی الان به ساز خودش قرار نیست برقصه. و وقتی که لو به چن میگه که من دیگه میخوام ازت جدا بشم، خیلی به سختی قبول میکنه که مثلا من بخوام از مثلا لو جدا بشم. میدونه قبول نمیکنه ولی یه جوری قبول میکنه، اینطوریه که اوکی میخواد جدا بشی ولی من خیلی دوستت دارم، به پاش میفته، هر کاری بگی میکنم، تو نمیتونی من رو ترک کنی، من بدون تو میمیرم و از این جور حرفا. و حتی باعث شده بودش که به حالت دیوانه‌واری برسه که لو وقتی میخواسته دیگه خونش رو ترک بکنه، چن یه سد فیزیکی درست کرده بود جلوی در که لو نتونه از خونه بره بیرون. و عملا لو اینطور بودش که من چیکار کنم داداش، داری تو منو زندانی اسیر خودت میکنی؟ تنها شانسی که داشت این بودش که چن پشتشو میکنه به در ورودی و باعث میشه که دید نداشته باشه به اون سمت و حتی به سمت لو و این باعث شده بودش که پا به فرار بذاره همون لحظه لو و از اون سد بگذره. کامل توضیح ندادن توی رسانه ها که چه شکلی. میدونین چرا میخندم؟ چون خیلی مسخره میاد این سده که مثلا سد فیزیکی چطور درست کرده، مثلا چندین تا پایه گذاشته اونجا که نتونه رد بشه، به هر حال قراره رد بشه
و رد شد. بعد از اینکه رد میشه توی خیابونا داد و بیداد میکنه، همسایه ها رو صدا میزنه، جیغ و داد میکنه که مثلا یکی نجاتش بده، یکی مثلا حواسش باشه که اینجا داره چه اتفاقی میفته، به پلیس زنگ بزنه. در نهایت لو فرار میکنه و چن نمیتونه دنبالش بیفته دیگه. لو چاره ای نداشت جز این که بره پیش یک کسی حداقل تا یک مدتی زندگی کنه، چون محل زندگیشون رو چن میدونست و هر لحظه ممکن بود چن مزاحمش بشه، تعقیبش بکنه، توی خونش قایم بشه و ممکنه اتفاقات خیلی بدتری براش بیفته. کره، ژاپن، چین خیلی استاک میکنن. استاک هم توی همون فارسی میشه دنبال کردن، دنبال کردنی که به خواسته طرف نیست، فالو نمیکنه، استاک میکنه. کسی که داره پشت سرش میاد، داره فضولیش رو میکنه در حالی که طرف نمیدونه. و همچین اتفاقاتی اصلا نمیدونم چرا تو قاره آسیا اینقدر زیاد میفته. البته به فرهنگشون هم ربط داره، یه ذره خیلی راحت تر هستن، یه سری قانون ها رو رعایت نمیکنن و یه سری چیزا خیلی براشون باب شده. تو این لحظه واقعا لو اینطور بودش که من دیگه جای خاصی رو ندارم به غیر از خونم برم جز جنگ. آره، جز جنگ من جای دیگه ای ندارم برم. یادش افتادش که وای الان توی خونه جنگ مامان جنگ اومده که برای دیدار یه مدتی توی خونه جنگ هستش. مامان جنگ، جیانگ، دلم نمیخواد بگم جیانگ، خیلی ممکنه جها بالا پایین بشه، میگم مامان جنگ. پس چیکار کرد؟ چاره ای نداشت جز اینکه چند روزی پیش یکی از دوستاش میمونه و بالاخره میتونه بعد از اینکه مامان جنگ از پیش جنگ میره یه مدت بره پیش جنگ زندگی بکنه. یعنی لو رسما به آپارتمان جنگ تو 3 سپتامبر توی ناکانو نقل مکان میکنه. و اینجا میتونم یه نکته جدیدی رو اضافه کنم به این که جنگ واقعا خیلی مهربونه، خیلی دلسوزه، چون آپارتمانی که جنگ توش زندگی میکرد، اجاره‌ای که میداد، صاحبخونه بهش گفته بودش که تو حق نداری همخونه داشته باشی، تو حق نداری به غیر از خودت کسی دیگه وارد این خونه بشه. واسه همین این خیلی ریسک بود برای جنگ که یه کسی دیگه بیاد باهاش زندگی بکنه، اما چون دوست صمیمیش بود توی کشور غریب، کسی رو نداشت و انقدر مهربون بود باهاش که تصمیم گرفتش که به لو بگه که بیا با من زندگی بکن. یعنی حتی از این موضوع هم چشم پوشی کردش. متاسفانه این یک لطفی بود که لو اصلا نتونست جبرانش بکنه. به نظرتون چرا؟ لو بعد از اینکه نقل مکان میکنه به خونه جنگ هیچ کاری نمیکنه، هیچ کاری، حتی آستین بالا نمیزنه که بیاد یه کاری انجام بده، خونه رو تمیز کنه، غذا درست کنه، خونه رو مرتب کنه، پول آب برق گاز رو بده، آب برق گاز رو بده. طوری نشسته خیلی راحت، جنگ داره میره میاد، کارهای خونه رو میکنه و منم اینطوریم که جالب ترش اینجاستش که لو کاملا خبر داشت که داره چه اتفاقی میفته و من هیچ کاری نمی کنم و من شوخی خرکی میکرد. ایوو چقدر پر رو، من راوی اما نباید نظر بدم ولی باید نظر بدم. چقدر پر رو، میدونست که کار خونه انجام نمیده، میدونست که دوستش در حقش ان لطف به این بزرگی انجام داده ولی بازم هیچ کاری نمیکنه توی خونه. لو بعد اینطوری بودش که ایوا ببین تو داری همه کارا رو میکنی، همه کار خونه رو داری انجام میدی ولی من اصلا هیچ کاری نمیکنم. این حقوق نابرابریه، واقعا من دارم به تو ظلم میکنم، میبینی؟ ای خدا، حالا این چایی میشه برام بذاری؟ و حتی مادر لو هم این جریان متوجه میشه از جنگ، چون همونطور که گفتم خیلی با هم دیگه صمیمیان جنگ و مامانش و همه چیزو به هم دیگه میگن و مامان جنگ اینطوری بودش که چرا بهش چی نمیگی، چرا بهش چی نمیگی؟ میگه چیکار کنم، استرس داره، دوستم، خب حالا این شکلیه دیگه مامان، چیکار کنم؟ بعدش این موضوع میگذره و شما فکر میکنید چند دست برداره؟ نه، اول ویدیو گفتم یه مردی که کلا تعقیب میکنه، الان گفتم استاکر، کسی که ول نمیکنه، یه آدم کنترلگر. او مای گاد. در پی اینکه عشقشو برگردونه چن همه کار میکنه، تمام توکنهاش رو، تمام شانساش رو میسوزونه تا اینکه بتونه دوباره لو رو برگردونه به خودش، تا اینکه مثلا لو بهش دوباره جواب مثبت بده. مرور زمان چن از یک فرصتی که
باعث شده بودش که خیلی از دخترها مثلا این اتفاق واسه شون بیفته، قبول بکنن این شرایط رو. اونم این بودش که از یکی از خیلی گرونترین برندهای کیف و کفش برای لو رفته بود کیف پول گرفته بود و لو همینطور بودش که اوکی وارد رابطه میشم با تو، غلط کردم. و همچین اتفاقی هم میفته که بهش میگن لاو بامبینگ. لاو بامبینگ یا همون بمباران عشق و محبت اینطوریه که پر از حرفای خیلی عاشقانه‌ای میزنن، ابراز احساس خیلی زیادی میکنن، لاس میزنن با طرف، خیلی کارا، حتی مثلا وسایل خیلی گرون قیمتی میگیرن، جواهر، ماشین، گوشی، کیف، کفش، اینجور چیزا رو گل، اینجور چیزا رو برای طرف میگیرم و بعد از یه مدت زمان که میگذره اینطورین که گوستد میکنن، یعنی تبدیل به روح میشن، یا اینکه سرد میشن، یا اینکه کنترل رابطه رو به دست میگیرن. و همچین کاری رو هم مای گاد چن میکنه دیگه. کی میخواد بکنه تو این پرونده؟ به مرور زمان همونطور که بهتون گفتم شدت کنترل چن به لو خیلی بیشتر میشه، یعنی حتی به حرکت ها و کارهای لو گیر میداد. حرکت مثلا چی؟ مثلا یه وسیله رو از اینطوری جابجا کردن و چن اینطور بودش که چرا اینطوری وسیله رو جابجا کردی؟ لو اینطور بودش که مگه چیکار کردم؟ و لو حتی از سایه خودش هم دیگه میترسید. خیلی استرس داشت که هر کاری الان داره انجام میده ممکنه چن ناراحت بشه، ممکنه چن الان روش دعوا بکنه، بحث بشه، ممکنه یه اتفاق ترسناکتر، وحشتناکتر ممکنه بیفته. و سر همین موضوع هم احساس میکردش که هیچ امنیت خاصی رو توی اون خونه هم حتی نمیتونه دیگه داشته باشه، حتی توی خونه دوست صمیمیش هم. و از اینجا هستش که جریان رابطه لو و چن هی داشت بدتر و بدتر میشد. جوری شد که توی 2 نوامبر سال 2016 حوالی ساعت 3 بعد از ظهر بود که لو تنها توی خونه مونده بود و بعد از ظهرش قرار بود شیفت کاری شروع بشه، در حالی که جنگ قرار بود از اول تا شب توی دانشگاه بمونه و کلاساش رو بره. و وقتی که همین جوری نشسته بود حوالی همون 3 بعد از ظهر دیدش که زنگ خونه رو دارن یکی میزنن و لو هم اینطوری بودش که خب جنگ که نیست، چون که گفته بود از صبح تا شب من قرار نیست خونه باشم. اوکی هیچ، نکنه صاحب خونه است، چون گفته بودم هیچ کسی حق اینو نداشت که با جنگ هم خونه بشه و جنگ اصلا حق اینو نداشت که کسی دیگه رو بیاره با خودش که زندگی بکنن. واسه همون خیلی استرس گرفته بود که الان مثلا کی پشت در ممکنه باشه. و یه چیز دیگه هم بخوام اضافه بکنم که قراره یک کم بعد که میگذره خیلی مهم باشه براتون، خیلی مهم باشه برای این پرونده. سوراخی که باعث میشه که نگاه کنی ببینی پشت در کیه، خب اون حالت دوربینه، اسمشو نمیدونم چیه الان، اون بسته بود، یعنی نمیتونستی ببینی، کلا جلوش بسته بود بنا به دلایلی. و واسه همون لو نمیتونست اصلا کلا متوجه بشه که صابخونه هستش، جنگ هستش یا اصلا کی هستش. دیگه آخرین نفر بود که لو فکر میکردش که الان قراره چن پشت در باشه. این کسی که داشتش پشت در هی درو میکوبید، هی داشت درو میزد، پشت سر هم ول نمیکردش و این باعث شده بود که هی لو استرسش بیشتر بشه. گفت چیکار کنم؟ توی سکوت SMS میده به جنگ و میگه که کی پشت دره؟ تو که نیستی. میگه که نه من دانشگاه هم، احتمالا صابخونه است. جنگ هم اون وسط استرس میگیره، جنگ هم استرس میگیره که نکنه الان هم منو میندازه از خونه بیرون، هم خود لو میره و وضعیت قراره بدتر بشه. پس واسه همون چیکار کرد؟ گفتش که جواب نده، ولش کن، لازم نیستش باهاش صحبت بکنی، لازم نیستش که چیزی بگی. ولی کسی که پشت در بود ول نمیکرد، واقعا ول نمی‌کرد و این داشت استرسش بیشتر میشد. چون یه ذره منطقی هم باشیم، اگر صابخونه باشه زنگ میزنه به جنگ، میدونین چی میگم؟ اگر توی خونه هم نباشه زنگ میزنه به جنگ بعد مثلا 5-6 بار در خونه رو زدن که تو خونه ای، اگر خونه هستی در رو باز کن، اگر نیستی میخوام ببینم جریان چیه. خب ولی این شخص ول نمیکنه، در خونه رو دیگه داره میکنه
و جنگ اینطوری به لو گفتش که بهش بگو که من خواهر جنگم، اومدم که مثلا خواهرم که از چین اومدم ببینم بعد برم. اما درست همون لحظه ای که متوجه میشه که کی پشت دره و میخواد صحبت کنه که بگه من کیم بالفرض، همون لحظه میفهمه که پشت در صاحبخونه نیست. کیه؟ یک صدای آشنایی که داره بهش میگه که میدونم تنها خونه ای. و این صدا رو میشناختش. کی بود؟ او مای گاد، کی میتونه به غیر از چن باشه؟ خب معلومه چنه، اکسش، دوست پسر سابق دیوونش. لو به جنگ پیام میده که من الان چه غلطی بکنم، من الان چی کار بکنم با این شرایطم. و جنگ هم اینطوری بودش که صدا تو در نیار، هیچی نگو، برو تو کمد خودتو زندانی بکن، صدات در نیاد تا اینکه مثلا ول کنه بره. لو به جنگ هی پیام میدادش که تو رو خدا بیا پیشم، تو رو خدا مثلا اگه میتونی کلاستو لغو بیا پیشم، من خیلی استرس دارم، من خیلی میترسم. و چن هم واقعا مثل فیلم های ترسناک اینطور بودش که میدونم اونجایی یا میدونم تو اونجایی یا من که میدونم تنها خونه ای، درو باز کن. و جنگ هم بهش گفته بودش که چی کار بکنه و لو هم دقیقا همین کارو کردش. و لو میخواستش به پلیس زنگ بزنه چون واقعا اون لحظه کاملا قابل درکه که چرا میخواد همچین کاریو بکنه. ولی جنگ گفت نباید این کارو بکنی، متاسفم، چون ممکنه هم من خونم از دست بدم هم تو از دست بدی. جنگ کلاسش رو لغو میکنه به خاطر لو. برای او مای گاد واقعا خیلی دوست خوبیه. این کار رو که انجام میده چن رو بیرون در خونش میبینه و اینطوریه که میشه بکشی بیرون و یک مشاجره اتفاق میفته. همون وسط هم وقتی لو میبینه که چن بیرونه و جنگ هم بیرونه، یک مشاجره بینشون اتفاق میفته و چن کوتاه میاد و میره و جنگ همراه با لو میرن خونه و ادامه برنامه‌شون این بودش که جنگ دوباره برگرده دانشگاه، لو بره به شیفت کاریش برسه. و اینا از خونه بیرون میزنن و فاصله خونهشون تا ایستگاه شینجوکو 10 دقیقه بود که اون لحظه دیگه بعد از ایستگاه اصلا دیگه جدا میشن، هر کدوم مسیرشون جدا میشه. ولی اینجاستش که میبینیم که یکی داره لو رو تعقیب میکنه. کیه تعقیب میکنه؟ عمه منه. خب معلومه چنه. توی ساعت 4:43 بعد از ظهر تصاویر دوربین مداربسته چن رو دنبال میکنن که داره دنبال لو میره و همون لحظه ها که داره هی لو رو استاک میکنه، داره دنبالش میکنه، داره هی پیام تهدیدآمیز میده، هی پیام میده من میدونم کجایی فلان، اگر من تو رو نداشته باشم کسی دیگه هم نباید تو رو داشته باشه. نه همچین پیام‌های تهدیدآمیزی، یعنی قرار بریم جلوتر متوجه میشین. و حتی تهدیدش هم کرده بودش که اگر با من وارد رابطه نشی، اگر دوباره به من برنگردی، من عکسای خصوصی و عکسای برهنت رو میفرستم به خانوادت. و لو هم اهمیت نداد. لو مثلا اونطوری استرس عکسای برهنه‌ش اینا رو نگرفته بود، فقط استرس اینو گرفته بودش که داره اذیتم میکنه. پیاماشو اهمیتی نداد و تا اینکه بتونه بره ادامه شیفتش رو توی رستوران چینی که بودش اونجا ادامه بده. وقتی که به سر کار میره 1 ساعت بعد از اینکه از تایم شیفتش میگذره، یعنی مثلا حوالی ساعت 6 عصر، چن رو از بیرون رستوران میبینه که اینطوری کمین کرده. سلام من بیرونم منتظرتم که اگه قبول نکنی عکس برهنتو بفرستم. واقعا هم خیلی استرس داشت میگرفتش لو که حتی سر کار هم ولم نمی کنی عزیز دلم و هر روشی رو برای این استفاده میکردش که لو رو بترسونه، آزار بده، اذیتش کنه تا اینکه مثلا دیگه بگه چشم. تصمیم گرفتش که لو اذیت بکنه چن رو، یک حرکتی بزنه که حداقل بره، حداقل بذاره سر کارش تمام بشه. بعد تصمیم میگیره که به یکی از همکارای مردش درخواست بده که تو رو خدا یه لحظه میشه تو نقش دوست پسرم بازی بکنی و نقش دوست پسرشو بازی میکنه و دستشو میگیره و بلند داد میزنه که او مای گاد این داداشم دوست پسر منه، دوست پسر جدیدمه، میدونی توی که اون بیرون وایسادی my new boyfriend. قشنگ این شکلی بود، این دوست پسر جدید منه. چن باعث شدش که بره، اما این رفتن هم به
صلاح لو نبود. یعنی یه کاری کرد که انگار روی آتیش نفت ریختی دوباره. و چن هم به لو پیام دادش که اگر انتخاب کردی که با اون باشی، هر کاری که لازم باشه انجام میدم. یعنی چی؟ یعنی من اگه تو رو نداشته باشم هیچ کس دیگه ای نمیتونه تو رو داشته باشه، پس آماده مردن باش. و این آخرین پیامش به لو بود که بعد از دیدن این که مثلا با همکارش بوده و اینطوری بودش که اگر انتخاب کردی که با اون باشی، هر کاری انجام میدم که با من باشی، با اون نباشی. هر کاری لازم باشه انجام میدم. و واقعا هم همین کار رو متاسفانه میکنه. همون شب حوالی ساعت 9 شب میشه، از آپارتمانش میزنی بیرون چن با هودی، ماسک، کلاه و کوله پشتی و یک بطری ویسکی. بعد میره به ایستگاه رفت و یک بلیط یک طرفه به مقصدی که میشه آپارتمان جنگ میگیره و بعد ساعت 10:57 به همون ایستگاه شینجوکو که 10 دقیقه فاصله داشتش با خونشون میرسه. از مترو پیاده میشه و میره به سمت همون ساختمون. وقتی که اونجا میرسه میاد گشت و گذار میکنه، مثلا نگاه میکنه که قسمت‌های مخفی، قسمت‌های تاریک این منطقه، این ساختمون کجان که من برم قایم بشم که بعد از اینکه اینا اومدن من دنبالشون کنم. همچین پلنی رو داشته. میتونم بگم که پلن قصد کشت شاید داشته، شاید هم نداشته، ولی به هر حال داشته فکر میکرده که کجاها من میتونم قایم بشم که نبینه، که بعدم برم سراغش و حمله کنم بهش. که بالاخره تصمیم میگیره که بره یک حالت گوشه توی طبقه 3 قایم بشه، در حالی که آپارتمان، اون واحدی که جنگ و لو زندگی میکنن، توی طبقه 2. هر لحظه ممکن بود چن دوباره برگرده، ولی هر دوتاشون نمیدونستن که این اتفاق ممکنه بیفته. اما میتونم بگم یه ذره لو استرابش با اینکه بیشترم بود، یه جورایی هم میدونست که ممکنه برگرده، چون چن بهش پی ام میداد. بعد از اینکه این اتفاق میفته و منتظر میمونه، هم تایم دانشگاه جنگ تموم میشه، هم یه ذره بعدتر تایم شیفت لو تموم میشه. ولی جنگ زودتر میرسه به ایستگاه. بعد میگه خب من چی کار کنم الان، مثلا من زودتر رسیدم، چون لو بهش پیام داده بودش که تو رو خدا زود نرو خونه، بیا با هم دیگه بریم زود خونه. من چی کار کنم الان، من اینجا منتظرم توی ایستگاه، هم یه ذره احساس خطر خودم هم نکنم. میره وانتون برای شام مثلا خرید میکنه و پیام میده که من یک جای گرم اوکی هستم، تا تو بیای من اینجا منتظر میمونه، بعد با هم دیگه برگردیم خونه. یعنی حتی اینجا هم صمیمیتش رو نگاه کنی، مهربونیش رو نگاه کنی. best friend, oh my goodness. بعدش همین وارد که اون مغازه میشه، میشینه، به مامانش پیام میده، با هم دیگه حرف بزنن. بعد جریان ها رو میگه، جریان های جنجالی که این اتفاق افتاده رو به مامانش توضیح میده. بعد میگه که دوست پسر سابق دوستم لو میخواست دهن ما رو سرویس کنه، همچین اتفاقی افتاد. بعد مامانش هم اینطوری بودش که ببین جنگ، وارد ماجرا نشو، این بین این دوتاست، تو زیاد خودتو وارد بحث نکن. بعد از اینکه راجع به این موضوع صحبت کردن، جنگ تصمیمی داشته، تصمیم تحصیلی و مالی. اونم داشت به مامانش میگفتش که من بعد از اینکه تحصیلاتم اینجا تموم بشه تصمیم دارم که دوباره برگردم چین و اونجا شغلمو ادامه بدم. همین باعث شده بودش که خیلی خوشحال بشه که دوباره داره برمیگرده پیش مامانش و منتظر بودش که تحصیلاتش توی ژاپن تموم بشه تا اینکه دوباره برگرده پیش مامانش. و خیلی هیجان زده بودن هر دوتاشون. در همین حال که داشتن این دوتا با هم صحبت میکردن، لو شیفتش از سر کارش که رستوران چینی بودش تموم میشه و سوار مترو میشه تا اینکه برگرده به سمت خونه. توی همین مسیر همدیگر ملاقات میکنن بعد از اینکه به ایستگاه خونهشون میرسه و این دوتا تصمیم میگیرن که برن خونه. همینطوری که الان این دوتا با هم دیگه دارن میرن خونه، توی همین مسیر چن داره دهن لو رو سرویس میکنه با پیام‌های تهدیدآمیز. اما متاسفانه، من خیلی این متاسفانه دارم میگم توی این پرونده، چون لو اصلا به جنگ نمیگه که داره پیام میده. لو اصلا به جنگ نمیگه که داره تهدیدم میکنه، داره اذیتم میکنه، داره بهم آزار میده. چون به نظر خودم اگر به جنگ میگفتش، جنگ و لو اصلا نمیرفتن خونه.
اون شبو نمیرفتن خونه، میرفتن پیش خونه دوستشون یا اینکه به پلیس گزارش میدادن. حالا چرا میگم چرا الان به پلیس گزارش میدادن؟ چون بیرون خونه بودن، امکان نداشت که مثلا صاحب بیاد گیر بده که دوست پسر سابق دوست صمیمیت اومده سمت خونه من که تو اونجا زندگی میکنی. نه، قرار نبود. فقط قرار بود درگیری بین این سه تا شخص اتفاق بیفته. اگر میگفتش الان خیلی از اتفاقاتی که تو این پرونده افتاده اصلا نمیافتادش، ولی لو هیچی نمیگه به جنگ، هیچی از این جریان توضیح نمیده که داره چه اتفاقی میافته و جنگ هم فکر میکنه که هیچکس تعقیبش نمیکنه، هیچکس پشتشون نیست، هیچکس مثل سایه تو گوشه تاریکی سمت خونشون وای نستاده که اونا رو بیاد هم بهشون حمله بکنه، هیچکس. و همینجوری سرشو داشت انداخته بود پایین، دست لو رو گرفته بود که استرس نداشته باشه و برن خونه و یک شب سختشون رو بتونن به راحتی توی خونه سپری بکنن. ساعت دیگه 12 شب شده بود، یعنی عملاً 1 ساعت بعد از اینکه جنگ به ایستگاه رسیده بود، لو رسیده بود به اون ایستگاه و همونطور که گفتم به 10 الی 15 دقیقه فاصله داشتش ایستگاه تا خونشون و همینطوری که داشتن میرفتن به سمت خونه توی یک طبقه پایین‌تر، جایی که اون بالا چین نشسته بود و کمین کرده بود، هر لحظه داشت خشمگین‌تر و مستترتر میشد سر این موضوع و هی داشت به لو بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر پیام میداد، پیام‌های آزاردهنده. و وقتی دخترها به ساختمون که میرسن، هر دوتاشون لازم داشتن که برن دستشویی، چون انگاری که توی مسیر لو متوجه میشه که پریود شده. کاملا حق میدم بهش اون لحظه، چون خیلی استرس داشت، چون از ترس زیاد این اتفاق براش افتاد و هر دوشون نیاز داشتن که برن دستشویی. پس و لو بهش گفتش که بذار اول من برم دستشویی، خودمو تمیز کنم و بعداً تو برو دستشویی. و لو میره و اولین کسی که میره داخل ساختمون، میره داخل خونه، لو بود، درسته؟ و بعدش قرار بود جنگ وارد آپارتمان بشه، اما در خود به خود مثل اینکه قفل میشه. نمیتونم بگم خود به خود، ولی مثل اینکه خود به خود داره قفل میشه و همچین اتفاقی واقعا نادره واسه این ساختمون، چون جنگ اینطوری بودش که چرا در بسته شد. منم قرار بود بیام خونه و بعد از تو قرار برم دستشویی. What's the point؟ چرا این اتفاق افتاد؟ این چیزی که قراره بعدش اتفاق بیفته یه اتفاق وحشتناکیه. وقتی لو توی دستشویی کارشو تموم میکنه، از بیرون سر صدا میشنوه، سر صدای خیلی بلند با ترس، یعنی کاملا میشه صدای جنگ، جیغ و دادهای جنگ رو میشنید ولی کسی وارد اون خونه نشد، کاملا در بسته بود. پس تنها کاری که میتونست بکنه این بودش که لو تصمیم میگیره که در رو در حد 30 سانتی متر باز بکنه تا اینکه جنگ بتونه خودش رو بکشه داخل و در رو ببنده. ولی اینطوری که باعث میشه وقتی در رو 30 سانتی متر باز میکنه، در بسته میشه، در محکم بسته میشه. ولی وقتی که میخواد در رو باز بکنه، یه ذره میخواد در رو باز بکنه، میبینه که یک چیز سنگینی پشت دره. در انگار از روبرو انگار باز میشه، نه از داخل. ما ایرانی‌ها درمون عملاً از داخل انگار باز میشن، ولی در اونا از جلو انگار باز میشه. و وقتی میخواست در رو باز بکنه، دیدش که در باز نمیشه، انگار یک چیز جسم سنگینی انگار جلوی اون در گرفته شده. و بعد از اینکه این حس رو میکنه، دیگه هیچ صدای جیغ و دادی نمیاد، دیگه هیچ فریاد و جیغ و دادهای جنگ دیگه به گوش لو نمیرسه. حتی متاسفانه نمیتونست اون لحظه از اون سوراخی که نگاه میکرد، گفته بودم ها بسته بود، نمیتونست ببینی کی پشت دره. پس واسه همون چاره‌ای نداشت جز این که در رو دوباره بست و زنگ زد به پلیس، چون دیگه چاره‌ای نداشت دیگه به پلیس زنگ نزنه. و همون لحظه که به پلیس زنگ میزنه، جریان رو توضیح میده. کاملا معلومه که توی این لحظه چه اتفاقی افتادش. چن به جنگ حمله کرده بود و تمام اون فریادهایی که داشت میزد جنگ این بودش که فریادهای کمک بود. میخواستش لو هم اون لحظه توی اون جریان باشه و اون رو کمک کنه و دستشو بگیره تا اینکه داخل خونه بره، اما همچین اتفاقی نیفتاد و چن به جنگ 12 بار چاقو به گردنش میزنه. و توی اون لحظه بعد از که این اتفاق میفته، چن همون لحظه پا به فرار میذاره. همون لحظه‌ای که
جنگ میفته زمین و دقیقاً در بسته میشه که انگار خودشو میندازه، انگار دیگه جونی نداشت که وایسته، میفته و در بسته میشه و همون لحظه چن فرار میکنه. توی همین شرایط که اتفاق افتاده بود، لو اصلا از خونه بیرون نزده بود و منتظر بود پلیس و آمبولانس بیان تا ببینن که این اتفاق چی شده و بعداً بتونه بیرون در ببینه چه اتفاقی افتاده. و تا آخر، تا اون لحظه توی آپارتمان مونده بود تا ساعت 2:25 بامداد. پس از اینکه اعزام شد به بیمارستان جنگ، توی 3 نوامبر سال 2016 جنگ مرده اعلام میشه. امیدی برای زنده موندن برای جنگ نبود. اون فقط 24 سالش بود. جنگ فقط 24 سالش بود و فقط برای اینکه از دوستش حمایت بکنه، یک دوست دلسوزی بود، توسط دوست پسر سابق دوست صمیمیش 12 بار چاقو خوردش و تنها کارش این بودش که محافظت کرده بود. به خاطر لو کلاس رو ترک کرده بود، کلاسش رو لغو کرده بود. لو همینطوری که داشتش توی اتاق بازجویی داشت اعتراف میکردش که اون لحظه چه اتفاقی براش افتاده بود. حتی به این موضوع هم اشاره کرد که 30 سانتی متر من فقط در خونه رو تونستم باز بکنم تا اینکه جنگ وارد خونه بشه، ولی یهویی یک جسم خیلی محکمی خوردش به در و در مثل در خونه ما ایرانی‌ها اینطوری از داخل باز نمیشه، از بیرون باز میشه، چون اینطوری خیلی منطقی میاد که یک جسم محکم بخوره به در و در بسته بشه، چون درای ما از داخل باز میشن و خب این منطقی نیست، پس درش از بیرون انگار باز میشدش. بعد از اون هم حتی داد و بیداد میکردش جنگ که میگفت چته، کجایی، در رو نبند، در رو واسه من باز کن، سریع بازش بکن. ولی بعد از اون دیگه هیچ صدایی نشید و هیچ صدای تنشی نیومد. و یک چیز دیگه هم هستش که خب 100% موقع بازجویی پلیس از همسایه ها هم سوال رو میپرسن که ببینن تو اون لحظه آیا یک چیز مشکوکی اونجا نبود، اصلا اون شخصی که حمله کرده رو دیدن یا چی. و همسایه هم همین ادعاش بودش که خیلی متفاوت تر از ادعای لو بود. اونم این بودش که همسایه میگفتش که من از سوراخ دریچه خونم که داشتم نگاه میکردم، چون مال این همسایه عزیزمون تونست ببینه ولی مال خونه جنگ بسته بود، نگاه میکنه و میبینه چند نفر دارن توی راه رو فرار میکنن، انگار میدوئن. و اینطوری نبودش که بر اساس ادعایی که لو داشتش مثلا اینا میخواستن خیلی با آرامش برن داخل خونه، بعدن یهو چن اومده و درگیر شده با جنگ. میدونین چی میگم؟ چون همسایه اینطور بودش که من چند نفر رو دیدم دارن توی راه رو فرار میکنن و وقتی که در رو باز کردم که ببینم چه اتفاقی اونجا افتاده، دیدم یه مردی با چاقو به دست مثلا وایساده و من یعنی سعی کردم دخالت نکنم، چون احساس کردم که الان ممکنه جون من هم در خطر باشه و در میبنده و جریان اون لحظه تموم میشه. و همین این متفاوت بودن نظریه ها و ادعاهاشون و اعتراف های مظنونین این پرونده و کسایی که اون لحظه شاهد بودن یه ذره باعث میشه که پلیس به این جریان ها شک کنه و واسه همون اول پرونده همون به بسم الله نمیره زنگ بزنه یا دنبال چن شیفنگ بیفتن و این باعث میشه که یک ذره پلیس برای جمع‌آوری اطلاعات یک ذره تایم طولانی تری وقت بذاره که این همین تایم طولانی توی این پروندهمون انقدر زیاده، انقدر کشش میدن که واقعا نمیدونم چرا، فقط به خاطر اینکه پلیس یه ذره ببخشید ماسته، خیلی آرومه و اینکه بعضی از آدمای این پرونده همکاری نمیکنن. توی چین زنگ میزنن به مامان جنگ، یعنی مامان جنگ دقیقاً 1 ساعت پیش داشت با دخترش حرف میزد و اصلاً فکرش رو نمی‌کرد که اون تماس قرار آخرین تماسش باشه با دخترش. فکرش رو نمی‌کرد که الان قراره یک خبر دردناکی رو از سمت دخترش بشنوه، چون اینطوری بودش که قرار تحصیلاتش رو تموم بکنه جنگ و قراره بیاد پیش من و قراره به خوبی و خوشی زندگی بکنیم. که زنگ میزنن بهش، در واقع یکی از کارکنان همون کالج زنگ میزنه به مامان جنگ و میگه دخترتون توسط یک قتل وحشتناکی به قتل رسیده. مامان جنگ هم اینطور بودش که من الان با دخترم حرف زدم، همین 1 ساعت پیش
دارین شوخی میکنین دیگه، دوربین مخفی. آره دارین مثلا من اسکل میکنین که مثلا یه چیزی این وسط ویدیو بسازین. آره. بعد گفتش که نه همچین چیزی، و اینو باور نمیکرد مامان جنگ که همچین چیزی الان داره اتفاق میفته. من الان کاملا تو شوک بود که الان داره چه اتفاقی میفته. حتی بعد از اینکه این تماس هم تموم میشه، مامانه چون که باور نمیکنه این جریان رو، میگه که خب پس بذار زنگ بزنم به جنگ که یعنی این آخری امیدش بود که به این شانس که جنگ به گوشیش جواب بده و فقط از این تماس‌های مثلا پرانک باشه، یا مثلا از این پیام‌های کلاهبرداری، زنگ‌های کلاهبرداری باشه که مثلا یک چیزی این وسط باشه و جون دختر من در خطر نباشه. ولی هر چقدر زنگ میزنه به گوشی جنگ، هر چقدر SMS میده، میبینه از طرف جنگ هیچ پیامی دریافت نمی‌کنه. اون لحظه مامان جنگ متوجه شد که بدترین اتفاق زندگیش افتاده. یعنی قبول کرد که واقعا یه اتفاق وحشتناکی برای دخترش افتاده. از اونجایی که بعد از اینکه دیگه داشتش ناامید میشد و استرس کل وجودش رو گرفته بود، گفتش که پس زنگ بزنم به لو، چون که عملاً الان چون که با هم دیگه هم زندگی میکنن، حتما لو خبر داره که جنگ کجاست و چه اتفاقی افتاده. و تنها چیزی که لو توی پیامهاش نوشت این بودش که ببخشید خاله، نمیدونم چی بگم، فقط میتونم بگم تا جایی که میتونم به پلیس کمک کنم که پرونده رو حل بکنم. این حرف یک تایید بر قتل جنگ نبود، اما قطعاً تایید بر آغاز تحقیقات پلیسی بود. در ادامه همون روز تماس‌های متعددی داشتش به مامان جنگ میشد، حتی از طرف سفارت چین توی ژاپن درباره جنگ. و بعدتر از همون روز مامان جنگ میره به اداره پلیس تو چین تا ببینه جریان چیه، چون انقدر که تماس گرفتن باش که بیاد و دخترش رو شناسایی بکنه، دیگه میره اداره پلیس. و توی اداره پلیس پدر مادر لو هم اونجا هستن و وقتی که متوجه میشه که دخترش فوت شده و به قتل رسیده، کاملا بیهوش میشه و کنترل خودش رو از دست میده. همونجا که حالش بد میشه، از اون طرف هم اداره پلیس به پدر مادر لو خبر میدن که لو سالمه، لو هیچ اتفاقی براش نیفتاده و فقط جنگ الان توی بیمارستانه که بعداً ببرنش سردخونه و بعداً دفنش بکنن. توی این شرایط پدر مادر لو به جای اینکه هوای مادر دوست صمیمی دخترشون رو داشته باشن، اینطوری هن که همه چیز قرار خوب بشه، اوکی میشه، نگران نباش، چیز مهمی نیست. اونا بدون اینکه حمایت بکنن، اونا که همدردی بکنن، توی اون شرایط هوای اون رو داشته باشن، میرن خونشون و مادر مقتول رو تنها میذارن. طور میشه که نمیتونی ساپورت بکنی این مادر تنها رو، اونم دخترش توی کشور غریب به قتل رسیده و حالا اونم یک دختر عادی یا مثلا یک دختر رهگذری نبودش، دوست دخترتون بود. اون شب مامان جنگ واقعا ناامید و devastated شده بود. devastated یعنی عملاً با خاک انگار یکسان شده بود، کلاً ریخت انگار. به نظر می رسید که دیگه بعد از این پیام هایی که بین مامان جنگ و لو رد و بدل می شد، لو دیگه به مامان جنگ جواب نمیده، به هیچ کدوم از پیام هاش پاسخی نمیده. یعنی عملاً پیام ها انگار همشون یک طرفه بودن و مامان جنگ واقعاً شوکه شده بود. اینطوری بودش که تو توی اون شرایط بودی، تو اون لحظه اونجا پیشش بودی، آخرین نفری که اونجا پیش دختر من بود تو بودی، پس چرا به سوالای من جواب نمیدی؟ اما لو تصمیم داشت که به سوالا و تمام اون شک‌هایی که مامان جنگ داشتش اصلا جواب نده. اون هم دلیل داشت، یعنی هم دلیلش از طرف پلیس بود، همین که به نظرم خودش که دلیل دیگه‌ای هم داشته. روز بعد مامان جنگ به لو پیام میده که میدونم الان دلت شکسته و از دست من ناراحتی یا متنفر هستی،
اشکال نداره که از من متنفر باشی، بعداً این مسائل رو حل میکنیم، اما الان ما باید همدیگر رو ساپورت بکنیم، با همدیگه متحد بشیم و قاتل رو پیدا کنیم. من تمام تلاشم رو میکنم که به پلیس کمک بکنم و بعداً همه چیز رو بهت میگم. 2 روز از این پیام میگذره و لو به مامان جنگ پیامی نمیده، هیچ جوابی نمیده و مامان جنگ با اون همه شوک، با اون همه ناراحتی، با اون همه غم هی داشت حالش بدتر و بدتر میشد، چون از یه طرفی هم مامان جنگ فکر میکرد که نکنه لو یه چیزهایی رو میدونه، یک چیزهایی این وسط هستش که من نمیدونم، یک چیزهایی این وسط اداره پلیس به من نگفتن که لو میدونه، اداره پلیس هم شاید بدونه ولی من نمیدونم. چرا نباید بدونم؟ چرا لو به من هیچی نمیگه؟ وقتی مامان جنگ به توکیو میرسه تا اینکه بتونه دخترش رو شناسایی بکنه، همون روز هم تصمیم میگیره با لو یک قرار ملاقاتی داشته باشه، تا حتی اگر میبینه که نمیتونه، انقدر حالش بده که نمیتونه پشت تلفن صحبت بکنه، حداقل حضوری صحبت بکنه تا ببینه جریان چه. یعنی واقعا انقدر بلا تکلیف بود مامان جنگ، داشت زمین و زمان رو به هم میزد تا اینکه بتونه حداقل شده 1 دقیقه هم با لو صحبت بکنه و باز همین قرار ملاقات لغو میکنه، نمیره، به پیام ها جواب نمیده که بره بیرون و یه قرار ملاقاتی با مادر دوست صمیمیش داشته باشه که به خاطر دوست پسرش یعنی اکسش مرده. خیلی جالبه. به سیم آخر میزنه دیگه. این وضعیت واقعا براش احساس میکنه مامان جنگ که بی‌انصافیه که این اتفاق الان داره برای من میفته و حس میکرد که تنها کسی که اون لحظه میتونستش ساپورتش بکنه و هواش رو داشته باشن، چون هیچ خانواده‌ای نداشت مامان جنگ به غیر از دخترش، مردم توی سوشال مدیا بودن. میره سراغ سوشال مدیا و اونجا توی سایت ویبو یا همون یک انگار اپه مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، یکی از بزرگترین برنامه سوشال مدیا توی چینه و یک سری پستای رو منتشر میکنه راجع به ماجرای قتل و داستان قتل که قاتل هنوز تحت تعقیب، مظنون نامزد سابق همون لوسین هست که هماتاقی دختر من بود، لطفاً برای جنگ عدالت رو بطلبید. این اتفاق باعث شده بودش که یک ساید یه طرفه بگیرن مردم و طرف همون مادر مقتول رو بگیرن، چون اینجا اصلا قاتل رو نگرفتن، متواری شده بود و هنوز اونقدر مدرک جمع‌آوری نکردن که تایید کنن که چن قاتل بوده و همه می اومدن طرف مامان جنگ و خود جنگ رو می گرفتن. این باعث شده بودش که لو این طرف کاملا احساس کنن مردم که گناهکار، یک کاسه زیر نیم کاسه هست، یک کاری رو انجام داده و همه داشتن میریختن رو سر لو، همه داشتن حیث میدادن به لو و عملا یک انگار جنگی بین مادر جنگ و لو اتفاق افتاد، مادر جنگ و جنگ. هی داشت وضع توی سوشال مدیا، توی شبکه ویبو هی داشت بدتر و بدتر و بدتر می شد و این لو رو به شدت داشت توی زیر فشار قرار می دادش. آخر سر انقدر که واکنش نشون نداد، آخر سر بالاخره لو یه واکنشی داد به این پیام و این همه پست هایی که مامان جنگ راجع به لو و جریان قتل گذاشتش و این پیام رو نوشته بود که اذیتش نکنن و تا حد امکان به پلیس کمک میکنه و اجازه نداره که اطلاعاتی به مامان جنگ بده، تا اینکه همه چیز پرایوت بمونه، تا اینکه به خاطر اینکه این فکر رو میکردن پلیس و خود کسی که توی اون صحنه بود، منظورم لو هستش، که انقدر اطلاعات زیادی ندن تا اینکه بتونن قاتل رو به راحتی دستگیر بکنن و پا به فرار نذاره. حتی لو به مامان جنگ التماس کرد، خواهش کرد که دیگه درباره این موضوع و راجع به لو هیچ پستی نذاره، چون این کار باعث میشه که یک نفرت، یک هیت خیلی بزرگی از طرف آدم‌هایی که تو این جریان نبودن و فقط از طرف مادر مقتول شنیدن به سمت این هیتا، به سمت
لو هجوم پیدا بکنه و از فشار روحی نتونه خیلی بره جلو و حالش خوب باشه و ممکنه انقدر حالش بدتر و بدتر بشه که ممکنه خودکشی بکنه. اما لو خودکشی نمیکنه. میدونین اصلا به لو نمیاد خودکشی بکنه. آره. ولی خب از اینطوری بودش که من اذیت نکنین، من ناراحت میشم، من حالا پلیس به من گفته من خیلی چیزا رو نگم، ولی منو ناراحت نکنیم دیگه، ممکنه من خودم بکشم. الکی این شکلی بود. لو قشنگ انگار این شکلی بود. خوشو میزد به حالت مظلوم نمایی که لطفا منو اذیت نکنین، من توی فشار روحی خیلی زیادی هستم. کاملا قابل درکه چرا زیر فشار اون همه فشار روحی هستی، کاملا قابل درکه. ولی فرض کن مامان دوست صمیمیت هم انقدر زیر این فشار روحی هستش، اگر به موقع به حرفاش جواب میدادی، اگر کلا مثل آدم جواب میدادی. مردمی که این پرونده رو دنبال میکردن لو رو مقصر میدونستن، چون اینطوری بودن که اوکیه ما قاتل یه کسی دیگه است، ولی تو دوست صمیمیش هستی و باید این مسئولیت رو قبول بکنی که تو اونجا بودی و دوست صمیمیت خونه دوست صمیمی بود و دوست صمیمیت به خاطر تو به قتل رسیده. تو باید این حس رو به ما القا بکنی، یا اصلا اون حس رو داری یا نه؟ تو بعضی از مردم این ادعا رو داشتن، چون سوشال مدیا این شکلیه دیگه، کلا وقتی که یک خبری درست حسابی به گوششون نرسه واسه خودشون تئوری میسازن و تئوری مردم هم این بودش که احتمال زیاد لو هول داده، کنار زده جنگ رو و لو وارد خونه شده تا اینکه در امان بمونه، چون انگار میدونسته که چن داره دنبالشون میاد یا یک کسی داره دنبالشون میکنه. بعد از چند تا پست دیگه ای که مامان جنگ منتشر میکنه توی ویبو، لو دوباره پیام میده به مامان جنگ و میگه که من هر روز نهایت همکاری رو با پلیس انجام میدم، هنوز قاتل شناخته نشده، من به این دلیل با شما ملاقات نمی کنم که مثلا پنهون کنم یا از دیدنتون بترسم، به خاطر اینه که جزئیات خیلی زیادی هست که نمیتونم بهتون بگم و تا زمانی که قاتل دستگیر نشه نمیتونم هیچ توضیحی بدم. اگر شما جزئیات پرونده رو بدونید اون رو آنلاین منتشر میکنید و هر چقدر اطلاعات بیشتری پخش بشه دستگیری قاتل سخت‌تر میشه و حالا به خاطر تمام این چیزایی که پست میکنی به طور قانونی اجازه ندارم با کسی جز پلیس ملاقات کنم. شما باعث شدید مردم به من شک کنن و این برای من خیلی آسیب زننده است. از وقتی که به ژاپن اومدیم من خیلی نگران شما بودم و مرتب از پلیس حالتون رو میپرسیدم، اما شما اجازه دادین که مردم آنلاین به من تهمت بزنن. من از شما متنفر نیستم، اما واقعا به من آسیب زدین و بعد از حل شدن این ماجرا دیگه هرگز شما رو قرار نیست ببینم. نگران نباشید، من تا پای جونم برای جنگ می جنگم، من قاتل رو پیدا میکنم، این تنها کاریه که از دست من برمیاد. نه بابا، آخه خیلی جالبه، برمیگرده میگه که شما میومدین آنلاین پخش میکردین. خب تو اگه اول از همه باهاش صحبت میکردی قرار نبود کلن مامان جنگ آنلاین همه چیز رو پخش بکنه. مامان جنگ در جواب ناامیدی و ناراحتی خیلی شدیدش رو ابراز کرد و گفتش که ببین من فقط میخوام بدونم چه اتفاقی اون لحظه، اون روز، اون ساعت افتاده و لو هم سعی کرده در واقع بگه که من هم توی این ماجرا قربانیم. اما این برای مامان جنگ کافی نبود و همچنان زیر اون فشار داشتش زجر میکشید. مامان جنگ دوست صمیمی دختر من میدونه که چه اتفاقی افتاده و دختر من مرده الان به خاطر دوست پسرش و من چرا نباید بدونم؟ جالبش این هستش که چرا پلیس نمیگه. من این پرونده رو اون اوایل که داشتم میخوندم اینطور بودم که خب یه لحظه فکرم به پلیس نرفتش که اداره پلیس که مثلا چرا نمیگن، ولی الان که میشینم فکر میکنم میبینم که واقعا چرا پلیس هیچی نگفته. چرا نگفته؟ الان مثلا شاید برگردیم بگیم که نه راست میگه، به خاطر اینه که لو توی اون شرایط بود، لو میتونست این جریان رو بدونه ولی کسی دیگه قرار نبود بدونه. یعنی من این همه پرونده خوندم یه بار نشده که از والد مقتول این موضوعات رو پنهون بکنن.
حتی دیگه مامان جنگ اینطور بودش که باشه من نمیخوام که اصلا بگی که چه اتفاقی افتاده اونجا، من ازت میخوام اطلاعات دوست پسر سابقت رو بگی، من که میدونم که دوست پسر سابقت اونجا بوده اون کارو کرده. و لو هم اینطور بودش که نه من نمیدم. انقدر پیام میده که لو رو واقعا عصبی و خیلی خسته میکنه و بعدن یک پیام تهدیدآمیزی برمیگرده به مامان جنگ میده و جنگ میده و میگه که عزیزم اگر شما انقدر پیام بدین به من و من رو در معرض پیام های منفی بذاری، من دیگه با پلیس همکاری نمی کنم. حواست باشه. من هر چقدر میره جلوتر دارم عصبانی تر میشم، ولی انگار داره تهدیدم میکنه. حالا مامان جنگ رو میاد بلاک میکنه لو تا دیگه مثلا هیچ پیامی نده و اینکه دیگه بهش جواب نده. و جالبیش نیستش که این طرف خانواده لو هم بلاک میکنه مامان جنگ رو. حالا از این طرف لو تلاش میکردش که ساید خودش رو توی سوشال مدیا نشون بده و بگه که ببینید منم اینجا قربانی هستم، اونجوری که فکر میکنی نیستش. قشنگ داشت التماس میکرد مردم رو و میگفتش که من این کار رو نکردم، من از هیچ چیزی از پشت در خبر نداشتم، شما باید من رو هم درک بکنید و از تئوری هاتون و این حدس و گمان هاتون دست بردارین، منو واقعا داره آزار میده. و مردم هم شکلی بودن که نو چون از قبل ادعاهاشون رو کرده بودن، از قبل طرف یک شخصی رو گرفته بودن و حالا اینکه لو میاد این کارا رو میکنه واقعا براشون خیلی مسخره میاد. که هرچند به نظر من اگر لو میومد از همون اول صحبت میکردش دیگه قضیه به اینجور جاها نمیکشید که مردم بخوان ساید یک شخصی رو بگیرن که اون طرف مقابل هم توی اون صحنه حضور داشته، احساس این بکنه که قربانیه و هیچ کس بهش اهمیتی نمیده. قبل از اینکه کلن ارتباط ها قطع بشه، مامان جنگ در واقع از لو درخواست کرده بود، یعنی دعوتش کرده بود به مراسم خاکسپاری جنگ که توی روز 11 نوامبر توی توکیو برگزار میشد که حضور پیدا کنه و حتی اون رو هم دعوت کرده بود تا قبل از این که مراسم سوزوندن جسد رو داشته باشن خصوصی با جنگ لو بیاد خداحافظی کنه، ولی لو نیومد. یعنی در واقع مامان جنگ اونطوری فکر میکنه که لو نیومده. ادعای پلیس این شکلی بودش که نه لو اونجا بود، ولی چون نمیخواستیم خیلی به همدیگه نزدیک بشن واسه همون لو از بیرون داشت، از دور داشت تمام این صحنه ها رو نگاه میکرد، تمام این مراسم خاکسپاری رو داشتش سوگواری میکردش و واسه همون پلیس این شکلی بودن که ما نمیدونیم که ریاکشن مامان جنگ چیه. اگر لو رو ببینه ممکنه بهش حمله کنه، ممکنه یک سری حرفا رد و بدل بشه، ممکنه سوشال مدیا یا مثلا یک سری مردم که اونجا هستن که کنار مادر جنگ بخوان سوگواری بکنن توی مراسم خاکسپاری باشن چه فکری میکنن، ممکنه چه حرفایی رد و بدل بشه و واسه همون فاصله گذاشتن. اما این چیزی بودش که پلیس گفته و مامان جنگ اون لحظه این ور و بر نگاه میکنه و میبینه که من دعوت کردم مراسم خاکسپاری، حتی گفتم خصوصی هم بیا، نیومدی. ای وای چطور میتونی اهمیت ندی که حتی نمیتونی خداحافظی هم بکنی؟ دیگه مثلا فکر کنم اینقدر عصبانی بود مامان جنگ، دیگه رد کرده بود. اون لول سخت مورتال کمبت هستش به اون قوله میرسه، لول آخرش دقیقا مامان جنگ اونطوری شده بود. اینطوری شده بودش که اوکی دیگه داری شورشو در میاری. توی 24 نوامبر چند هفته بعد از قتل جنگ چن شی فنگ بازداشت میشه. واو خدای من، همون روز بعد میگرفتینش. همون روز اول آخه مظنون بود، مظنون اصلی این پرونده بود. واقعا کسی دیگه قرار نبود یهویی بیاد حمله بکنه اون شکلی. معلوم بود که باید اول از همه میرفتن چن رو میگرفتن، اصلا همون روز، نه اینکه چند هفته میگذشته. ولی پلیس ژاپن این شکل بودش که ببینیم ما در حال تحقیق بودیم تمام این مدت و داشتیم تمام شواهد رو جمع آوری میکردیم. چی از این بیشتر شواهد؟ انتظار داشتین آبروی مثلا مامان جنگ لو رو ببره تا اینکه مثلا یه اتفاقی بیفته. و حالا چطوری تحقیق هم کردن؟ تحقیقشون از گوشی لو بود که پیام‌های تهدیدآمیزی به لو میفرستاد و حتی اون روزی هم که جنگ به قتل رسیده برای لو پیام‌های خیلی تهدیدآمیزی فرستاده بود و همین برای بازجویی کافی بود.
من نمیدونم که این پیام ها چقدر طول میکشن تا اینکه طرف رو بگیرن، ولی مطمئنم بیشتر از 1 هفته نیست، بیشتر از اصلا 3 روز. پیام ها همون جان دیگه. اصلا توی ادعاها توی تمام رسانه‌های خبری این پیامو نذاشته بودن که لو پیام ها رو پاک کرده بود. کاملا همه پیام ها وجود داشته. لو هیچ پیامی رو پاک نکرده بود. پس چرا بعد انقدر طول بکشه؟ کلا از این ماسولک بازی‌ها یک سری اداره‌های پلیس بعضی از کشورها این ادعاها رو میدن نسبت به پرونده‌ها و یعنی میتونم بگم که شاید اصلا ژاپن شاید اصلا به این پرونده اهمیتی نمیداد اگر مامان جنگ توی سوشال مدیا یه حرکت خاصی نمیزد، انقدر جنجالیش نمیکرد و انگار زیر بار سوشال مدیا قرار گرفتن که تازه یادشون افتاد که اوه ما بعد میرفتیم این رو دستگیر میکردیم. مادر مقتول داره خودشو جر میده، ما تازه یادمون افتاده که مثلا بریم سراغش. زمانی که این دستگیری اتفاق میفته مامان جنگ به طور کلی تحت فشار کلا بودش و خواستار تمام اطلاعات زندگی چن بود از لو و لو هم اینطوریه که دهن من سرویس کردی مامان جنگ، دهن تو سرویس نکرده، تو دهن مامان جنگ رو سرویس کردی، اگه همکاری میکردی یه چیز دیگه میشد. وقتی که دستگیری اتفاق افتاد با اینکه مامان جنگ دیگه خیلی زیادتر از اون چیزی که فکرشو میکنین زیر فشار بوده، خواستار اطلاعات زندگی کلا شجره‌نامه چن بوده از لو و لو هم بالاخره تسلیم میشه و میگه که خب ببین خانواده چن فلان جا زندگی میکنن، برادر داره، خواهر داره، حتی به مادر جنگ هم کمک کرد که یه سری تصاویر از چن رو توی اینترنت پیدا بکنه. ولی بعداً متوجه میشه که این همه کار، این همه کمک و اینا کرده کاملا برخلاف درخواست پلیس بوده، ولی دوباره قطع ارتباط میکنه لو با مامان جنگ و دیگه سراغ مامان جنگ نمیره. توی 14 دسامبر زمانی که مامان جنگ با خاکستر دخترش به چین برمیگرده، لو هم برمیگرده به چین پیش پدر مادرش و از اونجایی هم که خیلی خیلی جالبه، من اول پرونده گفتم که اینا توی یک قسمتی از منطقه چین بزرگ شدن، به دنیا اومدن، پس عملاً خونه‌هایشون به همدیگه نزدیک بوده. همونطور که گفتم 14 دسامبر یعنی تقریباً چند روز بعدش کریسمس و شروع سال نو میلادی بوده و واسه همون مادر جنگ تنها توی یک خونه امید به این داشته که دخترش برمیگرده. اون روز قرار بود خوش بگذرونن ولی قرار بود اون روز رو تنهایی با صدای ترقه‌ها و جشن‌هایی که از تلویزیون نشون میداد همشون رو تنهایی ببینه. ولی تمام این مدت تلاش میکرد و این به این فکر میکردش که یک اراده قوی داشته باشه تا اینکه تسلیم نشه و به جوابش برسه. روزها میگذره، یک حس ناامیدی انگار مامان جنگ رو کلا فرا میگیره. اینطوریه که احساس میکنم قرار نیست به جوابم برسم، ولی بالاخره یک جورای خودش رو جمع میکنه برای اینکه بره سراغ عدالت. یک حرکت عجیبی میزنه توی ماه می سال 2017. چیکار میکنه؟ اینطوریه که من تنش رو باید دوباره برگردونم به خاطر اینکه من هنوز به اون جوابم نرسیدم. من که میدونستم چن و قتل رسونده دخترمو، ولی نمیدونم چطوری. منم باید بدونم. خب که چی؟ الان مثلا شما دارین توی کشور خودتون، توی خونه خودتون 3 نفری مادر پدر دختر دارین سال نو میلادی رو میگذرونیم، ولی من نه. و همین اتفاق باعث میشه که یک تنش خیلی بزرگی دوباره بین مامان جنگ و لو اتفاق بیفته. این تنش 10 برابر اون چیزی که فکرشو میکنین هستش و این تنش هی داره بیشتر و بیشتر میشه. یعنی شما اگر فکر کنین که دارین به آخر پرونده میرسیم، نو، هی داره بیشتر و بیشتر میشه این تنش. چی کار میکنه مامان جنگ؟ ببینه که واقعا اصلا جواب نمیده رو دنده لجلو. آخه میدونین پلیس گرفته چن رو، الان اطلاعاتش رو خواسته، تموم شده این پرونده، داره تقریبا این پرونده تموم شده، ولی لو بازم هیچی نمیگه و اینطوریه که بابا بگو، جون به لبم کردی. خب اونم معلومه که اون کار رو انجام میده و چیکار میکنه؟ آدرس و اطلاعات شخصی خونه‌شو مامان جنگ به اشتراک میذاره توی ویبو که من اینجا زندگی میکنم، من اینجا هستم، که در واقع یک جورایی میخواسته بگه که این ورا لو هم زندگی میکنه ها.
میدونین شما که قرار نیست بیاین اینجا خونه منو به هم بریزید چون من دیگه به هم ریختم. میدونین کیو میگم دیگه؟ همونی که آره اون. بعد این به گوش مردم میرسه و حتی به گوش لو هم میرسه. این پست خیلی وایرال میشه که این اتفاق باعث شده که یک موج دوباره عظیمی از آزار و اذیت و هیت به سمت لو بیاد و حتی مامان جنگ لو رو تهدید به اقدام قانونی کرده بود. این مردم هم پیدا میکنن شماره تلفن مامان لو رو که در واقع همون مامان جنگ این اطلاعات رو میده ها. بعدها پیدا میکنن دیگه و تهدید به اقدام قانونی میکنن و بعد از اینکه دعوا میشه و تماس رو قطع میکنه یه جمله‌ای میگه مامان لو که از خود کارای لو هم خیلی دردناکتر و کفریه، یعنی باعث میشه واقعا آدم خیلی بیشتر عصبانی بشه که میگه که شاید تقدیرش این بود که زندگیش کوتاه باشه، اون به خاطر دختر من نمرده. بعد از ماه‌ها بچه‌ها ماه‌ها میگذره و این خانواده کاملا از اینکه همکاری بکنن، کاملا از اینکه با مامان جنگ صحبت بکنن خودداری میکنن، جلوگیری میکنن و این باعث شدش که مامان جنگ اوکی شما باعث میشه که من بیشتر عصبانی بشم میدونین شما باعث میشه بیشتر وضعیتتون بدتر بشه و همین اتفاق هم میفته. یک قدم که بیشتر میره مامان جنگ اطلاعات شخصی کلا لو رو افشا میکنه توی سوشال مدیا و چطوری افشا میکنه؟ کاغذ، نمیخوام بخندم ولی مثل اینکه این اتفاق میفته، کاغذ چاپ میکنه و تمام اطلاعات شخصی لو رو به اشتراک میذاره. اینطوری وایساده و به همه کاغذ میده، اطلاعات شخصیشو توی ویبو میذاره و میگه خونش اینجاست، ماما باش اینن، این سالشه، این اتفاق افتاده، اینه، این فیسه، این کار رو انجام میده. بگم که من نمیخوام سمت مامان جنگ رو بگیرم، من راوی این داستان هستم، راوی این پرونده هستم، چون مامان جنگ رو واقعا خیلیامون نمیتونیم اون لحظه اون حالش رو درک بکنیم که داره چه اتفاقی میفته، که واقعا تو چه حالی هستش، اون روزا رو چطور داره میگذرونه. ولی از یه طرفی هم خودم میذارم جای خانواده لو و لو اینطوری هم که واقعا همکاری کردن، کمک کردن چیز بدی نیست. پرونده دیگه داره بسته میشه، خب چرا کمک نمی کنین دیگه؟ صحبت‌های خیلی معمولی هم نمیزنن. میدونین توی اداره پلیس اصلا سوگواری مامان جنگ رو تحمل نکردن، وای نستاتن به پاش که مثلا آروم بشه، همینجور گفتن که چیز مهمی نیست احتمالاً و بای. میدونین کلا این خانواده از بونش مشکل دارن با ارتباط داشتن. میدونین چی میگم؟ آگست سال 2017 فشار روی لو به شدت زیاد شده بود که این افکار عمومی و اینترنت علیه اون انقدر زیاد شده بودش که آدرس خونش رو میدونستم و هر لحظه میترسید که الان مزاحمش بشن و حتی توی خونه خودش هم احساس امنیت رو نمیکردش. تا شغلش رو از دست داده بود و هیچ جای دیگه هم نمیتونستش درخواست شغل بده و عملا انگار از عرش به فرش اومد. عرش هم نبود ولی خب به هر حال انگار توی واقعا lowest part of her life بود، توی پایین ترین نقطه زندگیش انگار داشت اون روزا رو زندگی میکردش. بالاخره دیدش که دیگه آقا زندگیش داره سیاه میشه، زندگیش داره از اون لحظه‌ای که اون تجربه رو داشته و دوستش جلو چشاش که نه پشت دره، بدتر از اون داره شرایطش داره میشه. گفتش که خب من نظرمه که با مامان جنگ دیداری داشته باشم. این دیدار هم توسط یک شرکت تولید برنامه تلویزیونی فیلم برداری شده. توی این فیلم برداری اگر دقت بکنین لو توی این میتینگ خیلی آشفته استش، هرچند که مثلا توی اینترنت مردم میگفتن که نه احساساتی نیست و کاملا ریاکشناش خیلی سرده، ولی اینطوری که معلومه کاملا انگار برعکسه، پر از انگار احساسات و پریشونی هستش، انگار مثلا خیلی شکننده شده و یه کلاهی داشته رو سرش. چهرهش هم مثلا حالت شطرنجی کردم، محو کردم، نمیدونم چطوری محو کردم، فقط چشاش محوه، انگار که مثلا
هیچ اطلاعات شخصی با یه دونه چشم مخفی کردن معلوم نمیشه، ولی خب اینا هم این شکلی مخفی. من انتظار داشتم مثلا کاملا شطرنجی بکنم فیسشو، ولی فقط چشاشو شطرنجی کردن. همین جوری که مامان جنگ لو رو میبینه میگه کلاهتو بردار، و بدون اینکه اصلا قیافه بگیره، مثلا یک حرکتی بزنه، مثلا بگه من نمیخوام، کاملا کلاهشو ور میداره و این کار رو انجام میده و احساس ترس و ناراحتی میگیره، بازوشو میخارونه، هی عقب جلو میکنه، عصبی انگار، و هی مدام پشت سر هم داشت به مامان جنگ میگفت من متاسفم. مامان جنگ هم اصرار داشت که لو حتما یه چیزی اون پشت در دیده و وقتی در رو باز کرده از اونجا رفته. وقتی در رو باز کرد یا وقتی از اونجا رفته، از لو میپرسی که اونجا چی دیدی؟ چه اتفاقی افتاده؟ و اونم اینطور بودش که من خیلی ترسیده بودم، من اصلا بیرون نرفتم، واقعا نمیدونستم که اون کسی که اون بیرون بوده چن بوده که داره جنگ رو میکشه. از یه طرفی هم همش قسم میخورده که من در رو هرگز قفل نکردم، من در رو اصلا نبستم. برخلاف تمام این حرفایی که توی این مصاحبه اتفاق افتاد، طبق معمول یک تئوری های دوباره اتفاق میفته و تئوری های مردم این شکلی بوده توی اینترنت که لو عمدن دوستش رو بیرون گذاشته تا اینکه بشه تومه دوست پسرش، چون میدونسته که دوست پسرش یه آدمیه که خشونت طلبه. بازوش رو یک جوری اون موقع فشار داده بود که جنون رو تو چشاش میدید و میدونست که اگر من این سری که الان توی رستوران یه کاری کردم که فکر کنه من دوست پسر دارم، به احتمال زیاد میدونسته که الان ممکنه دوست پسرش با اون همه پیام‌های تهدیدآمیزی که بهش داده بوده بهش آسیب خیلی وحشتناکی بزنه. و تئوری مردم هم همین بوده که در واقع میشه گفتش که تئوری مامان جنگ هم همین بوده، چون وقتی که از هیچی بیخبره، وقتی از هیچی خبر نداره، اون هم همچین فکر رو میکنه. اون هم فکر میکنه که چون دوست پسرش روانی بوده، ثبات نداشته، پس حتما میدونسته که این اتفاق میفته، این کار رو کرده. از لو هم همش جواب میخواست و مدام میپرسید که چرا جنگ مرد، چرا جنگ کشته شد. فقط حقیقت رو میخوام بدونم، فقط میخوام بدونم آخرین لحظات زندگیش چطور گذشته. من فقط تمام اطلاعاتت رو فاش کردم و به همه گفتم چون تو هرگز حاضر نشدی که بیای به من بگی چه اتفاقی افتاده. و این حرفی بودش که داشت توی همون دیدار مامان جنگ به لو میگفتش و میگفتش من واقعا هرگز نمیخواستم به تو آسیب بزنم، هیچ وقت، یا از تو متنفر بشم. فقط میخواستم به هم بگی که چه اتفاقی افتاد، که این کار رو نکردی، چرا من رو بلاک کردی، چرا خانوادت همین کار رو کردن. توی این لحظه از دیدار مامان جنگ وایستاده بود و با صدای بلند داشت داد و بیداد میکرد و این حرفا رو میگفتش و لو هم ترسیده بود و گریه میکردش. اما از اون طرف مامان جنگ با خیلی عصبانیت و فشار خیلی زیادی محکم برگشته بود به لو میگفتش که تو به خاطر جنگ الان گریه نمیکنی، تو داری به خاطر خودت گریه میکنی، چون بیشتر از جون دخترم نگران آبروی خودتی. اگر نگران آبروی خودت نبودی خیلی زودتر میومدی یه سری چیزا رو بهم میگفتی. و همین این حرف مامان جنگ بعدها واقعا حقیقت پیدا میکنه. توی پایان ملاقات لو یک جاکلیدی و چند تا عکس پولاروید از جنگ مربوط به زمانی که با هم دیگه توی ژاپن زندگی میکردن رو نشون میده و مامان جنگ واقعا کلپس میشه، واقعا از هم میپاشه و اون صحنه واقعا خیلی صحنه خیلی دارک، ناراحت کننده و غم انگیزی بود که این اتفاق میفته. و لو هم بعد از اینکه این کار رو میکنه و با احساسات مامان جنگ اون لحظه بازی میکنه که درگیر دخترش بشه و دیگه این سوال ها رو نپرسه و استرس دیگه بهش وارد نشه، سعی میکنه که یه لحظه یه ذره احساس همدردی بکنه. این همه همدردی نکردی بعد الان میخوای بکنی؟ احساس همدردی میخواد بکنه، میخواد بغل کنه مامان جنگو. اینم اینطوریه که خرخ داشت میگه، میگفت برو، ازت خواهش میکنم برو، به هم نزدیک نشو، گو، خواهش میکنم. بعد از اینکه این دیدار اتفاق میفته، لو توی یک مصاحبه خصوصی برمیگرده به خبرنگارها میگه که ببینید من اصلا اون شب که وارد آپارتمان شدم اصلا بیرون نرفتم، اصلا من پامو بیرون نذاشتم، نه حتی وقتی که چن فرار کرد، نه حتی وقتی که پلیس اومد. من وقتی از اون آپارتمان اومدم بیرون که جنگ رو منتقل کردم به بیمارستان
در آگوست سال 2017 با نزدیکتر شدن دادگاه چن قرار بود توی دسامبر توی توکیو برگزار بشه که مادر جنگ توی چین یک کارزاری راه میندازه برای صدور حکم اعدام که 4.5 میلیون هم امضا از مردم چین جمع شده بود. 4.5 میلیون امضا واقعا عدد کمی نیست، واقعا یعنی عزمش رو جذب کرده بود و همه مردم طرف مامان جنگ رو بیشتر داشتن میگرفتن. ولی وقتی که دادگاه برگزار شدش واقعا یک سری اتفاقاتی افتاد که غیر قابل پیش بینی بود. خب حالا بذاریم ما این سری الان از دید چن صحبت بکنیم. میدونم الان فقط راجع به مامان جنگ و خود لو صحبت کردیم. بیاین از نگاه چن به این صحنه، به این اتفاق صحبت بکنیم. چن وقتی که میاد اعتراف میکنه و راجع به این اتفاق داره صحبت میکنه، داره توی اتاق بازجویی یک سری اعترافات میکنه. میگه که این دوتا دختر جنگ و لو داشتن میرفتن به سمت آپارتمانشون و هر دوتاشون متوجه میشن که من دارم تعقیبشون میکنم. بعد اینا شروع به فرار میکنن، پا به فرار میذارن. بعد میگفتش که من دیدم که لو جنگ رو پس میزنه و خودش وارد آپارتمان میشه، در رو محکم میبنده و جنگ دوستش رو با کسی که قرار بود به زودی اون رو به قتل برسونه تنها میذاره. چن گفته بودش که جنگ کلن آلردی وقتی که من رو دید که دارم تعقیبش میکنم و دارم به سمتش میام و نزدیک بهش حمله بکنم داشت جیغ و داد میکشید. یعنی بعد از اینکه چاقوی من رو دید توی دستم یهو جیغ کشید؟ نه، کلن داشت داد و بیداد میکردش، در حالی که داشتش هی به در ضربه میزد. و این ضربه ها رو من اون اولم بهتون گفتم انگاری که داشته ضربه میزده که لو در رو باز بکنه و اینطوری بودش که انگار مثلا گرفته بود جنگ رو به حالت اینکه یک حالت یه حالت باجگیری، انگار به عنوان یک تهدید از جنگ داشت استفاده میکرد که لو در رو باز بکنه. ولی وقتی فهمیدش که لو تماس گرفته با پلیس، ولی از اون لحظه که متوجه میشه لو دیگه قصد اینو نداره که در رو باز بکنه و حتی با پلیس هم تماس گرفته، چیکار میکنه؟ جنون بهش دست میده و دیگه جنگ رو به عنوان تهدید و باج نگاه نمیکنه. بهش 12 بار ضربه میزنه و همونجا بعد از اینکه متوجه میشه دیگه کلا نفس جنگ بالا نمیادش، اون رو همونجا رها میکنه و بدون اینکه اصلا چپ و راست بره یا مثلا هزیتیشن یا حالا مثلا اینطوری نگاه کنی من الان چیکار کنم، این چه کاری بود کردم، همون لحظه پا به فرار میذاره. چون بول کرپه، واقعا خیلی چرت و پرته، چون مردم واقعا باور نداشتن که همچین اتفاقی افتاده، چون انقدر یک سری ادعاهاش رو بالا پایین کرده بود، یه سری اشتباه گفته بود، غلط به مردم گفته بود. البته ما میگیم غلطا، شاید غلط نیستش، ولی خب یه ذره چرت و پرت زیاد اضافه کرده بود به این قضیه. همونطور که الان هم بهتون گفتم مردم اهمیتی ندادن، مردم به ادعاها و اعتراف چن زیاد آنچنانی اهمیت خاصی ندادن. خب این کارا رو میکرده که یک ذره از عفو بخوره و ادعاهاش باعث بشه که توی دادگاه یک ذره حکماش سبکتر باشه، که این مردم همچین موضوعی رو فهمیدن و زیاد اهمیتی ندادن به این ادعاهایی که چن داشته. حتی این ادعاها رو هم چن میکنه که میدونین اون چاقویی که دست من بود اون مال من نیست. میدونین چی میگم؟ اون مال من نیست، اون مال جنگه. چون اون لحظه لو در رو باز میکنه، خب بعد به جنگ اون وسط اون 30 سانتی متریه چاقو میده و بین ما دعوای فیزیکی اتفاق میافته و توی این دعوای فیزیکی من چاقو رو دستم میگیرم و بهش 12 بار میزنم. عملا داشتم از خودم دفاع میکردم. 12 بار چاقو زده، بعد میگه من از خودم دفاع کردم. Oh my goodness. اصلا این که میاد هر سری یه مدل داستانی از اون لحظه داره توضیح میده خیلی مسخره است و اصلا آدم نباید اصلا راجبش فکر کنه. من حتی میخوام به چن هم بگم که دست از تلاشای بیوقفت و مسخرت بردار، چون واقعا داری چرت و پرت میگی. از این طرفی میتونم بگم که من به ادعای لو بیشتر میتونم تکیه بکنم، نه اینکه واقعا کاملا راست میگه ها، چون
معلومه، بازم میگم کاسه زیر نیم کاسه هستش، ولی نسبت به ادعاهای مسخره چن طبیعتا یک ذره میشه قبول کرد که ساید لو یک ذره واقعی تر هستش نسبت به چن. واقعا مسخره هستش، چون چن اطلاعات جمع آوری کرده بود، استدلال کرده بود، دوربین مداربسته ها رو چک کرده بود، کلی پیام فرستاده بود. عملاً اگر ما بخوایم بگیم که یک قتل شاید غیر عمد یا اینکه مثلا یک قتل بی برنامه ریزی بوده، میتونم بگم کاملا سخت در اشتباهید. حتی شده واقعا قصد داشته که آسیب بزنه، واقعا هدف داشته که بخواد یک کاری بکنه نسبت به لو و اونم کار خیلی معمولی نه، یک کار حرکت خیلی دارکی رو بزنه، آسیب خیلی وحشتناکی رو بزنه به لو که این باعث شد به جنگ این اتفاق بیفته. حداقل این نشون میده که شده حتی اون لحظه که اون صحنه رو دیده که لو با همکارش وارد رابطه شده، بر فرض اون لحظه برنامه ریزی کرده. همین اصلا میتونم همین که قایم شده بود توی تاریکی، میتونم بگم همین خودش هم یک برنامه ریزی بوده. یعنی یک تنش یکهویی اتفاق نیافتاده، یک چیزی بودش که از قبل خود چن میدونسته که باید اون حرکت رو بزنه، باید یک کاری بکنه، باید آسیب بزنه، چه مدلی، چطوری و چرا. توی 20 دسامبر سال 2017 بالاخره چن چی فنگ به زندان محکوم میشه، اما چند سال، 20 سال زندان، اونم توی دادگاه ژاپن که بعدش قرار بوده بره چین و تایم زندان بودنش رو توی چین سپری بکنه. شاید الان فکر کنید چرا 20 سال؟ چرا 20 سال؟ منم دقیقا همچین شکلی بودم که چرا 20 سال به یک کسی که این قتل رو انجام داده 20 سال. عملا توی آمریکا وقتی این اتفاق میفته حبس ابد میدن با ماکسیموم و منم اینطوری بودم که احتمال زیاد ژاپن اینطوری بودش که حداقل 20 سال تا حبس ابد و اونا از حداقل توی این پرونده استفاده کردن. اگر یادتون باشه مامان جنگ داشت تلاش میکرد که بخواد یک حرکتی بزنه، اونم این بودش که حکم اعدام رو بخواد عملی بکنه برای چن و 4.5 میلیون نفر هم تاییدیه داده بودن و گفته بودم که قرار بود وضعیت خیلی عجیب تر از این بشه. اما همونطوری که میدونین ژاپن اینطوری بودن، مثل پلیساش، دادگاهش هم اون شکلی، دادگاه اینطوری بودش که یک سری قانونهای عجیب غریبی اونا داشتن. اونم این بودش که چرا من میگم توی ژاپن اعدام مجازه. اعدام توی ژاپن این شکلی نیستش که قراره مثلا اگر یک قتل درجه 1 اتفاق بیفته شما حتما قراره اعدام بشین. نه، این مدل اعدامی ها زمانی اتفاق میفته که اون قتل کاملا، یعنی مثلا از قبل کاملا از قبل همه چیزش تک به تک همه حرکت ها و همه اون پلن ها برنامه ریزی شده باشه، تشدید شده باشه، کاملا ثابت بکنن که اون قاتل اون کار رو انجام داده. هرچند تو این پرونده یک جورایی انگار ثابت شد که چن قصدی نداشته که بخواد جنگ رو به قتل برسونه. اینطوری توی دادگاه معلوم شد که قصدش قتل جنگ نبود، فقط به حالت جنون رسیده بود و انگار مثلا یک درگیریشو اتفاق افتاده بود وگرنه قصدش یک کس دیگه ای بوده. همچین حکمی برای جنگ که انقدر وفادار بود به دوستش و عملاً بهترین دوست، میتونم بگم best friendی که یعنی بهترین دوست که تا حالا تو عمرم دیدم جنگ بوده، این حق واقعا ظلمه. در طول مدت زندان چن یه سری اطلاعات خیلی عجیب غریبی دوباره آشکار شدن که اونم درباره خود چن بود که چن قبل از لو روابط خشونت آمیز داشته، فقط لو نبوده. یعنی فقط مثلا لو مشکل نداشته یا مثلا نمیخارونده چن رو که این حرکت ها رو انجام بده. عملا دوست دخترها و اکسای قبلی چن هم همچین ادعایی رو داشتن که با ما هم این رفتارهای خشونت آمیز رو داشته و لو آخرین کس و اولین نفری نبوده که این حرکت رو میزنه. عملا چن یه آدم کنترلگر بی مصرف روانی هستش. خب
شاید الان فکر کنین که به آخر داستان رسیدیم، به آخر پرونده رسیدیم. من وسطا گفتم که هر چقدر میریم جلو داره بدتر و بدتر میشه. ما اینجا میتونم بگم که میخوایم با چن خدافظی کنیم. کلا چن آیندهش تقریبا معلومه که چیه، توی زندان قراره بمونه. حالا میریم سراغ دوباره مامان جنگ و لو که اینجا چه اتفاقی میفته. چون میدونین نه لو میشینه نه مامان جنگ میشینه. میتونم بگم که حق داره که مامان جنگ نشینه، خب، ولی یک ذره خیلی زیادتر از اون چیزی که هستش، اون شرایطی که براش هستش داره زیاد ریاکشن نشون میده. نمیخوام بگم که مثلا بده ها، نه، ولی الان که الان قرار راجع به صحبت کنم متوجه میشین که یک ذره مامان جنگ بیخیال نمیشه. خب اینم از سر لجاجت لو میادا این وسط، وگرنه اگر لو خیلی اوکی با این موضوع بود و با مامان جنگ همکاری میکردش، اصلا مامان جنگ هم انقدر لجبازیش عود نمیکردش، انقدر عصبانیتش بیشتر نمیشد. هرچند که این رو میخوام بگم که مامان جنگ دیگه گفتش که خب لو که به من خیلی چیزا رو نگفت، چن اون حقی که میخواست برسه رو رسیده، ولی من اون سالی که اون حکم رو بهش داده بودن راضی نیستم. ولی خب حالا یه کاریش میکنم بعدن که قراره بهتون بگم که میخواد چی کار بکنه. زندگیش رو میخواسته بگذرونه. این وسط لو، میخوام از این کلمه استفاده کنم و مطمئنم که شما هم این رو میگین، بزدل بازی و پیکمی بازی در میاره لو. یعنی عملاً در شرف نشون دادن رفتارهای شوم و دارکشه. لو کسی بود که فکر میکرد که قربانیه، در حالی که دوست صمیمیش به خاطر اون قربانی شده. چی کار میکنه؟ توی فوریه سال 2018 مامان جنگ پیامی دریافت میکنه، یک نوتیف میاد واسش و نگاه میکنه و میبینه که لو بهش پیام داده و این پیام در واقع میشه گفت اولین پیام لو به مامان جنگ بعد از 6 ماه از اون دوره فیلم برداریش بودن که با هم دیگه دیدار داشتن. بعد از اون بود، اونم اولین پیامش. او مای گاد. همونطوری هم که میدونین لو هیچی نمیشه، یه ذره مثلا احساس میکنه که زیر فشار احساسی و تراماتایز شدن هستش، مامان جنگ رو بلاک میکنه. مامان جنگ رو که از بلاک در میاره لو پیام میده. اونم اینطوریه که یک پیام تبریک سال نو میده به مامان جنگ و برای کل خانواده‌اش آرزوی موفقیت میکنه. الان من نباید پاشم؟ What؟ بابا کل خانواده مامان جنگ خود جنگ بود. اینا مادر دختر تنها با هم دیگه زندگی میکردن. منظور چیه؟ میخوای به چی برسی واقعا؟ که چی بشه این حرف رو میزنی؟ منی که مامان جنگ نیستم دارم کفری میشم از این حرکت. خب که چی؟ تنها خانوادهش دخترش بود که به طرز وحشیانه به قتل رسیده. ولی به هر حال لو اینطوری بودش که من آرزوی موفقیت به خانوادت میکنم. و حتی یه ذره صحبت‌های اضافه تر توی اون پیام بودن که اینطوریه که یه ذره کنایه آمیزه اون صحبتاش، اون پیام‌هاش، که اونم اینه که با آرزوی قلبی آرزو میکنم که به تمام خواسته هات برسی و پول از بالا سرت سرازیر بشه. پیام واقعا غیر منتظره ترین پیامی بودش که مامان جنگ میتونست دریافت بکنه. میدونین وقتی که داشت 100% مطمئنم وقتی که نوتیف از لو میبینه 100% این انتظار رو داشت که تلاشاش بیوقفه نبوده و بالاخره لو قبول کرده، پرنسسلی بودن در نیاورده که سری اداها بده، دراماتیک بازی در بیاره و یک سری رازها رو بهش بگه که چه اتفاقی افتاده. حداقل اگرم میخواد نگه فعلا بیاد با همدیگه بریم بیرون و صحبت کنیم، نه اینکه بیاد یک پیام
کنایه آمیز و تحریک آمیز باعث بشه که من بیشتر دوباره عصبانی شم. می‌بینین کرم از خودشه، کرم از خود لو. واقعا مامان جنگ اصلا به لو هم اون لحظه فکر نمی‌کرد، ولی لو خودش کرم رو ریخت، خودش خواستش یک درامایی درست کنه. پیام میده به لو که چرا این پیام رو به من فرستادی؟ چطور میتونی برای من آرزوی خوشبختی بعد سرازیر شدن پول به سرم رو مثلا بکنی، در حالی که من توی سوگواری و ویرونی هستم و دارم نابود میشم؟ چه فکری پیش خودت کردی؟ به نظرت اگر پول از سر من سرازیر بشه دختر من قراره برگرده؟ نه، دختر من به خاطر تو به قتل رسیده. دوباره پیام ها بینشون بیشتر بحث بیشتر شد و باعث شد دوباره لو مامان جنگ رو بلاک کنه. چرا کرم رو میریزی که بعدش خودت دوباره به غلط کردن بیفتی و بازم به دراماتیک بودن بیفتی؟ و عملا فکر کنم خیلی علاقه داره به بلاک کردن. تو اگه مامان جنگ رو بلاک میکردی عزیزم، چن رو بلاک میکردی، چن رو خیلی وقت پیش بلاک میکردی، اما خودت این اجازه رو دادی که همش بهت پیام بده، پیام‌های تهدیدآمیزی بهت بده، تو رو اذیت بکنه و دوستت رو خودت قربانی بکنی. میدونی چی میگم؟ ماجرا بعد از اینکه مامان جنگ لو میاد اونو بلاک میکنه دارکتر و خیلی میستریستر، مرموزتر هم میشه. تقریبا توی همون زمان لو به مامان جنگ کادو میفرسته، یک کادوی میفرسته که توش حاوی گردن اردک و گوشت کبوتر هستش که ظاهرا یک کار خیلی کاملا ناشایستیه. نمیگم کادو ناشایسته ها، ولی این کادویی که لو به مامان جنگ داده کاملا ناشایسته. توی فرهنگ چین خیلی این اعتقادات رو دارن که اون هدیه ها و اون اقداماتی که نسبت به یک سری مراسم ها به یک خانواده‌ای تحت هر شرایطی که اون هستن، مناسبت ها، میای اون کادو رو میدی، خیلی مهمه که اون چه معنی داشته باشه، چه هدفی داشته باشه. مثلا توی چین وقتی کاپلا به هم دیگه چتر هدیه بدن خیلی بده، انگار بدشانسی میاره. چطور مثلا ما میگیم که عطر واسه پارتنرتون نگیرین جدایی میاره، همچین اعتقاداتی، چینی هم همچین اعتقاداتی رو داشتن. و سر همین این هدیه که برای یک خانواده عزادار میان گردن اردک و گوشت کبوتر میدن یه ذره خیلی عجیب تره. اولا اینکه گوشت دادن به یک خانواده عزادار، گوشت کلا به معنی جشن، تجمل، لذت، خوشیه، میدونین؟ و حالا گیرم گوشت دادی، اما گردن اردک و گوشت کبوتر خیلی توهین‌آمیزتره، چون توی زبان چینی جنگ تحت لفظی وقتی صحبت میکنن انگار به معنی کبوتره. خب و گوشت کبوتر داده و علت مرگ جنگ چی بوده؟ گردن، چاقو به گردن و گردن اردک داده. کاملا یک حرکت دارک و طعنه‌آمیزی رو به مامان جنگ زد. اصلا خیلی کرم داره این دختر، نمیتونم دیگه نگم، خیلی گفتم ولی دیگه احساس میکنم نگم و ادامه بدم اذیت میشم خودمم. واقعا کچی بشه این کار، این واقعا خیلی کار عجیب غریبیه. توی ویبو یک سری پیام ها ارسال شده به مامان جنگ که مثل این که از طرف لو بوده. حالا چرا فکر میکنن از طرف لو بوده؟ اونم این بودش که نوشته بودش که آیا وانتون های خونی خوشمزن؟ به نظر میادش که محبوبیتت داره کم میشه، اومدم بهت کمک بکنم، وگرنه دیگه نمیتونی مقاله بنویسی. چه حیف. بعد این موضوع وانتون‌های خونی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنین دارک تره. وانتون‌های خونی چیه این وسط؟ شاید الان فکر کنین که منظورش مثلا یه غذاییه که خونی شده، یک غذای مثلا محلی شونه، یه غذای اصلی شونه، یه غذای اوریج چینی است. نه، وانتون یک نوع غذاییه، حالا نمیدونم چه غذایی، ولی مثل این که اون غذا رو جنگ موقع قتلش توی همون اون مغازه‌ای که میگفتم نشسته بود و منتظر لو بود گرفته بود که وقتی هم لو اومده اونو بخوره. توی همون اکانت متوجه شده که برای مامان جنگ از کلماتی مثل پلید، نفرت انگیز اومده استفاده کرده و خطاب کرده. همین که زمان میگذره کم کم مامان جنگ متوجه میشه که لو طرفدار داره و اوضاع دیگه داشتش چینج تیبل میشد، دیگه سر صندلی جاش داشت عوض میشد، داشت میرفت به سمت لو
و همه توجه انگار مثلا لو رو طرفدارش داشت بیشتر میشد تا اینکه مثلا حواسشون به مامان جنگ باشه و سوگواری اون مهمتر باشه. انگار مثلا داشتن از پیک می بودن لو لذت می بردن، یا حداقل میتونم بگم که پیک می بودن، چون اینطوری نشون نمیداد. ترحم داشت خرج میکرد، ترحم داشت نشون میداد که من خیلی ضربه دیدم، میدونی من کادو دادم، تبریک گفتم، وانتون‌های خونی خوشمزن. وای وانتون‌های خونی خوشمزن خیلی رو مخه، واقعا خیلی بی‌پروا و پر رو دیگه شده بود. توی سال 2018 لو انگاری که یک مکالمه آنلاین داشته با یکی از طرفداراش. صحبت داشته و توی اون صحبتاش یک سری رازها، یک سری اعتراف‌هایی رو میکنه نسبت به اون زمان. جالبه به مامان جنگ نگفته، دعواهاشون مقصرش خودش بوده، ولی به طرفداراش گفته. میدونین چی میگم؟ خیلی جالبه که به مامان مقتول اعتماد نکرده و یک سری حرفا رو نگفته و فقط به فکر آبروی خودش بوده، اما به این فکر نمی‌کرده که طرفداراش یه روزی ممکنه برگردن به مامان جنگ بگن. میدونی یه ذره این موضوع هم باعث شده که من بفهمم واقعا لو یه تختش کمه. این پیک می بازیاش واقعا هی داره بیشتر و بیشتر میشه. هیچ کس این موضوع رو نمیدونست، نه تو دادگاه گفته شده، نه پلیس گفته، نه توی منابع خبری گفته شده، نه اعترافی کرده، هیچی نگفته. فقط به اون طرفدارش گفته. اونم این بودش که ظاهراً اون شب قتل جنگ که با پلیس تماس گرفته بوده، از اون طرف هم بلا فاصله با محل کارش تماس گرفته بوده تا با مقام‌های بالا صحبت بکنه و ببینه که آیا ممکنه توی این اتفاقی که درگیرش شده، اتفاق افتاده اون بیرون، مسئولیت قانونی داره. یعنی اون لحظه به جای اینکه به فکر این باشه که بره نجات بده جنگ رو، به اون لحظه فکر میکرده که من از نظر قانونی اینجا در خطرم یا نه، من از نظر قانونی باید چی کار کنم، و در حالی که همه جا جار میزد و میگفتش که من نمیدونم اون بیرون چه اتفاقی افتاده، من اصلا نمیدونستم اونجا چه اتفاقی میفته. اگر نمیدونستی چه اتفاقی افتاده چرا با وکی صحبت کردی؟ چرا به این فکر کردی که ممکنه اکسپکتیشن هاش، منظور انتظاراتی که قراره بعداً باشه چیه؟ به نظر می رسید که هیچ کس به این موضوع توجهی نمی کردش. یعنی الان من و شما می دونیم که اینجا چه اتفاق افتاده، چون هر روز بیشتر از دیروز لو داشت محبوب تر می شد، لو داشت بین مردم پاپیولر تر می شد، معروف تر می شد و انقدر دنبال کننده هاش بیشتر شده بود که دیگه برای اینکه مردم یک سری ماجراهاشو بدونن، لو پستاشو پولی کرده بود که مردم در ازای همون هم پول بدن بهش و تشویقش هم میکرده. و این پول هم مثلا اینطور بودش که طرفداراش مامان جنگ رو تحقیر میکردن دیگه، طرفداری لو رو میکردن دیگه و میگفتن نه لو راست میگه، لو بهترینه، مامان جنگ چیه چخه. خب این شکلی بودن و این باعث میشدش که دیگه سایت که برگشتش مادر جنگ دوباره به تنش بیفته، ولی تنش از سمت لو و مورد حمله تمام هیت ها و نفرت های مردم قرار بگیره و زیر سوال بره و عملا این تبدیل شده بود به یک قلدری که در نهایت حساب کاربری لو اواخر سال 2018 بند میشه، یعنی مسدود میشه، که اینم احتمالاً به خاطر همون تحریک مردم به آزار و اذیت و حتی یک پرونده جنایی هم علیه برخی از بدترین ترول هایی که طرف لو بودن باز میشه. 2 نفر هم از طرفدارای سرسخت لو بازداشت میشن و 1 سال به زندان محکوم میشن به خاطر آزار و اذیت به مامان جنگ. مامان جنگ هم از این طرف کم نیاورد، اینطوری نیستش که مامان جنگ همونطور که فکرشو میکنین بشینه سر جاش، اون هم هی داشت تنشش بیشتر میشه نسبت به این حرکت لو و اون هم میاد قانونی شکایت میکنه تا جایی که لو مجبور بشه اسمش رو عوض بکنه. خب که چی اسمشو عوض میکنه؟ نمیدونم، همه لو رو میشناسن دیگه، خب برای چی اسمتو عوض میکنی؟ بعد از چند سال، میتونم بگم بعد از 2 سال، خب از این ماجرا که میگذره، مامان جنگ که گفتم دیگه پا روی پا نمیذاره، بی خیال این قضیه نمیشه، چون دخترشو از دست داده و
کرم از خود آدمه است، منظور از خود لو هستش، سال 2021 تصمیم میگیره که لو رو به دادگاه بکشونه. میخواست راجع به این که میزان مسئولیتی که لو توی اون لحظه نسبت به جنگ داشت رو بهش برسه، بخواد حق جنگ و خودش رو از لو بگیره. مامان جنگ دیگه نمیخواسته که این پرونده جنایی بشه، چون عملا این پرونده جنایی توی ژاپن پروندهش بسته شده، تموم شده رفته. این پرونده حقوقیه، یک دعوای حقوقی به اسم، به جای اینکه دیگه کرایم، میخوام اونطوری بگم چون نمیخوام یوتیوب بهم گیر بده، کرایم کیس نیست، سیویل کیس هستش. و یه جوره انگار مثلا یک تلنگری بود به لو که بیدار شو، فکر نکن که همه چیز الان به ساید توه، داری مثلا طرفداراتو جمع میکنی، منو اذیت میکنی، فکر میکنی همه چیز تموم شده. no. Everything goes on. فعلا وایسته هنی. این دادگاه حقوقی وقتی که شروع شده، طبق معمول همیشه لو حتی توی دادگاه هم حضور پیدا نمیکنه. دادگاه چون نمیدونم واقعا پیش خودش چه فکری کرده، شاید مثلا این شکلی، شاید دوباره با قانون صحبت کرده، نمیدونم، ولی بازم حضور پیدا نکرده. مثلا اینطور بودش که من نمیخوام خودمو درگیر بکنم، حالا دادگاه قراره بشه، من قرار نیستش اونجا باشم، میخواد چه اتفاقی بیفته، من که هیچ تاییدیه‌ای ندارم. ولی نمیدونستش که همچین چیزی اتفاق قرار نیست بیفته و دادگاه بدون اون هم ادامه پیدا میکنه و اگر میومد شاید یه سری چیزا به نفعش بودا، ولی خراب کرد، چون فکر میکردش که حالا مثلا من بلاک کردم، جواب ندادم، حضور نداشتم، فلان و اینا، خیلی جاها رد کردم، جون سالم به در بردم، اینجا هم توی دادگاه نرم میخواد چی بشه؟ دادگاه ها، ملاقات با مامان جنگ نیستش، برنامه تلویزیونی نیستش، دادگاهه. چه فرقی میکنه ها؟ آره چه فرقی میکنه؟ باشه. توی دادگاه تماس هایی که لو با پلیس داشته افشا میشن، معلوم میشه که چه صحبت هایی رو کردن، که 2 تماس بوده. یه تماس اولیه که بعد از ساعت 12 بوده و بعد دومیش هم 6 دقیقه بعدش بوده، که توی این تماس که ساعت همون 12 و 16 دقیقه شب که میگن بعد نیمه شب بوده، همون اولین تماس باعث میشه که اعتبار لو زیر سوال بره. اونم چی؟ لو از پشت در داد میزنه و بسته به همون زمینه اون لحظهش، چون بعضی از کلمات خب چه تو چینی، چه تو کره، چه تو ژاپن، یک سری کلمه‌هاشون یه جوریان که بسته به اون شرایط ترجمه میشن و گفته میشن که منظورش چیه، و داد میزنه که در قفله، دست از سر من بردار، یا در قفله، stop trying، در قفله، دیگه تلاش نکن، بس دیگه اینقدر تلاش کردی. این داد و بیدادها با پلیس که داشته صحبت میکرده داشته به گوش پلیس میرسه و ضبط شده بوده. جالبش این هستش که 1001 بار برگشته بود به همه گفته بودش که من در رو قفل نکردم، ولی اونجا داد و بیداد میکردش که من در رو قفل کردم، برو. جالبه، خیلی جالبه. میخوام بگم که هم یه ذره مخالفم سر این موضوع، هم مخالف نیستم. میدونین چرا؟ چون اگر به این فرض کنیم که لو دروغ گفته، خب که من در رو قفل نکردم، این ادعا باعث میشه که متهم بشه و یعنی دروغ گفته یک سری چیزا رو. ولی از یه طرفی هم میخوام حق به لو بدم، یعنی حرفش هم منطقی نیستش، به خاطر اینکه من حس میکنم اون لحظه چون توی تنش بوده، خب چون توی فشار خیلی زیاد و وحشت زده شده بوده، حتما از قصد اون حرف رو به چن گفته که دست از سرش برداره، که بیخیال بشه، که دیگه هیچ تنشی اتفاق نیفته و بتونه جون سالم به در ببره، در حالی که این فکر رو میکردش که در رو قفل نکرده بوده. این چی میگم؟ کلاً 2 پهلویی این جریان، که آیا واقعا راست میگه، آیا واقعا دروغ میگه، ما نمیدونیم، ولی دادگاه این تصمیم رو میگیره که منظورش یه چیز دیگه بوده. چرا؟ چون که وقتی که این صحبت ها رو هم میکرده، این به زبان ژاپنی نبوده، به زبان ژاپنی نمیگفته که در قفله، دست از سرم بردار، چته، برو، در قفل، stop trying، دیگه تلاش نکن. اینا رو به ژاپنی نمیگفت، اینا رو داشته به چینی میگفته. و اونا کجا زندگی میکردن؟
نمیشنوم. بله ناخدا نمیشنوم. ژاپن، چطور یک کسی که توی ژاپن زندگی میکنه باید چینی صحبت کنه؟ اوریج ترینشون مثلا فکر کنیم ما فارسی داریم صحبت میکنیم، بعد یکی انگلیسی صحبت کنه. خب شک میکنم معلومه خب طرف میفهمه که ایرانی نیست، یا مثلا ارمنی صحبت کنه معلومه ارمنیه. پس یعنی در واقع لو میدونسته که اون پشت در چنه، یعنی احتمال 99.9% میدونسته که چنه، واسه همون چینی داشته صحبت میکرده. و خب منطقیه، به خاطر اینکه کسی که از این جریان ها خبر داشت و پیام های متعدد و تهدید آمیزی تا آخرین لحظه دریافت میکردش کی بود؟ لو بود. و کسی که تماما نمیدونستش که داره به دوستش پیام های تهدیدآمیز فرستاده میشه جنگ بود. اگر جنگ میدونستش خیلی چیزا تغییر میکردش. با این حال توی 10 ژانویه سال 2022 حکم شد که لو به دلیل اقداماتش تا حدی در قتل جنگ مقصره. اون اساساً به اندازه کافی برای هشدار دادن به جنگ درباره خطری که چین ایجاد کرده بود کاری نکردش. دادگاه این حکم رو داد که لو به اندازه کافی برای نجات جون دوست صمیمیش نسبت به این اتفاق تلاش خاصی نکرده، تلاش آنچنانی نکرده، برای نجات جون اون هیچ اقدام آنچنانی نکرده. پس برای همون نیاز هستش که جریمه بشه و جریمه منظور مالی. اونا حتی اعلام کردن که علنا وقتی که لو با جنگ این اتفاق براشون افتاده، لو جنگ رو بیرون از خونه نگه داشته تا از خودش حفاظت کنه، تو امن و امان باشه. این باعث شدش که غرامت مالی، منظور یک جریمه مالی رو دریافت بکنه، اونم به قیمت 700,000 یوان که معادل دلاریش میشه 100,000 دلار. بوم بوم. 100,000 دلار رو میخواد چی کار کنه؟ 100,000 دلار رو واقعا چطوری میتونه بکنه اون همه پول رو؟ این پیام و خبر رو میذاره سوشال مدیا. لوی عزیزمون، او مای گودنس، لوی عزیزمون میذاره توی سوشال مدیا و مردم شاید باور کنین یا نه، همونطور که گفتم که طرفدار داره 10,000 دلار پول جمع کرده بودن از اون سایت های و پیج های دونیشنشون که دارن تا اینکه بتونه جریمه‌اش رو پرداخت بکنه، تا اینکه پلتفرم سرمایه گذاری جمعیش حساب اون رو کلا بند کردن و کلا ممنوع کردن و عملاً یعنی اون 10,000 دلار هم هیچ، دوباره برگشت به 100,000 دلار. و وقتی هم که توی دادگاه غرامت مالی میگن که باید پرداخت کنی ها. مثلا اینطوری نیست که فرار کنی، پا به فرار بذاری، ول کنی، سالی مثلا یه بار این پروند مثلا اظهارنامه و اینجور چیزا باید پرداخت کنی. و جالبش هم اینجاست، لو پرداخت میکنه 100,000 دلار رو تا سال 2022 پرداخت میکنه. و وقتی این غرامت به مامان جنگ میرسه، مامان جنگ این پول رو به یک مؤسسه خیریه محلی اهدا میکنه برای خانواده های کم درآمد که یک کمکی باشه برای فرزنداشون تا از طریق آموزش عالی حمایت بشن. و یه چیزم بگم، توی مؤسسه خیریه جنگ اونجا فعالیت داشته. خیلی حس عجیبیه که همچین حرکتی و مامانش زده و تانکس مام، خیلی مادر عزیز، مادر جنگ، تشکر میکنم. از این طرفی دوباره دارم شاید احساس کنید دارم ساید میگیرم، ولی به خدا ساید نمیگیرم، حقیقتا رو دارم میگم. این وسط بعد از اینکه توی سال 2022 خانم لوی عزیزمون، لوسیون میخوام بهش بگم لوسیون، میخوای چیکار کنی؟ خانم لوسین خب میاد بعد از اینکه غرامتاشو پرداخت میکنه، حالا بگم قیمتش چطور پرداخت میکنه نمیتونم بگم قیمتش چطور پرداخت میکنه چون ننوشته، ولی 100% طرفدار خیلی پولداری داشته که حتما حمایتش کردن یا پدر مادرش از یه جای پول پیدا کردن. این هیچ. لو اینفلوئنسر میشه، لو بلاگر میشه، لو اینفلوئنسر میشه و او مای گاد ای بابا چه رویی. و از یه طرفی هم به صورت لایو میاد تیک تاک میذاره، صحبت میکنه، محصول داره، محصولاتش رو میفروشه و خب طبیعتا معلومه جوابای خیلی عجیب غریبی از مردم دریافت میکنه. یکی میگه که چرا این کارو ادامه میده، یکی هیت میده، یکی طرفداریشو میکنه، یکی خنثاه. و از اون طرف هم به مردم میگه که من هنوزم که هنوزه به دلیل استراب‌هایی که نسبت به اون لحظه و اون تایم کشیده بودم دارم با خودم میجنگم و به اندازه کافی بیرون از خونه نمیام و من خودم رو عملاً توی خونه حبس کردم
و بیرون از خونه زیاد ارتباطی ندارم و حتی نسبت به اون اتفاق مشکلات شنوایی هم دارم. مشکلات شنوایی منظورم یعنی اینه که وقتی که اون داد و بیدادها و اون فشار اتفاق افتاده بود من یک ذره کر شدم. کر نشدم، از اون مشکلات شنوایی داره. خب مشکلات شنوایی یعنی کر شده دیگه. توی سال 2037 یعنی 2037 خب چند ساله میشه؟ 45 سالش میشه. اون موقع همونطور که بهتون گفتم دیگه مامان جنگ میخواسته یه ذره آروم تر بشه، بعدم به این فکر کنه که بعد 20 سال اگر چن آزاد بشه چی کار بکنه. به این داشته فکر میکرده که خب اگر 45 سالش شد، اگر سال 2037 رسید و من تا اون موقع زنده بودم، یه کاری بکنم که اگر حکم درخواست آزادی بخواد چن بده من جلوش وایستم و حکمش رو رد بکنم. یعنی منظور آزادیش رو، اون اعتراض یا همون حکم درخواست آزادی که میدن اون رو جلوش رو بگیرم. یعنی داشت به اونجور چیزا هم فکر میکرد که اجازه نده که بعد از اینکه 45 ساله شده خیلی شیک، نرمال و آروم مثل یک آدم کاملا نرمال وارد جامعه بشه. چون همونطور که گفتم خیلی ادعا کردن که وقتی که با این شخص وارد رابطه شدم، با چن منظورمه عزیزان، نمیخوام اسمشو بگم واقعا، I hate him، با این شخص وارد رابطه شدن آدم کنترلگر و روانی سایکوپتی بوده و همچین حکم رو دادن اصلا ناعادلانه است نسبت به یک دختر مظلوم مهربون، کسی بود که آرزو داشت که با مامانش تا 70-80 سالگی زندگی بکنه و الان به خاطر دوستش فداکاری کرد و جونش به خطر افتاد تا اینکه ایمن بودن دوستش مهمتر باشه. حتی به خاطر دوستش از قانونهای صاحبخونش کنار زد تا اینکه دوستش در امان بمونه. حتی وقتی که دست به سیاه‌سفید هم نمیزد دوستش باز هم براش کار میکردش. حتی به خاطر دوستش که از مترو در اومده بود بیرون منتظر بود که باهاش برگرده و همون وانتون ها رو میخوره تا اینکه منتظر باشه بقیه وانتون ها رو هم دوستش بخوره. این خیلی ناراحت کننده است. الان شاید هر چقدر که پرونده گذشته متوجه شدین که من چرا هی داشتم فشاری میشدم. آهان بچه پرونده تموم شد. پرونده تموم شد. مرسی که این ویدیو رو دیدین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. امیدوارم که لذت برده باشید. امیدوارم که وقتی داشتین آرایش میکردین یا غذا درست میکردین خوشحالتون کرده باشم و سرگرم شده باشین. تا ویدیوهای بعدی، بای. بای.